سلام به همه. لطفاً اگه تایید کنین که صدای منو میشنوین ممنون میشم. سلام، چطوری ممنونم. شما دورسا خوب جون؟ هستین؟ خوبی؟ قربانت هستم، مرسی. خب پس صدا خوب میاد. ما همچنان 2 دقیقه رو صرف کنیم، خوشحالش میتونیم بکنیم تا وقتی که بقیه میاد. دقیقا. خب اینجا یک ابر سیاهی اومده، یعنی من امروز رو نور حساب کردم و اینا. یک ابر یعنی الان دیگه نهایت نوریه که من میتونستم بگیرم از نه، هوای محیط. ما خیلی هم عالیه. نه حالا ولی که خوبه. فردا چون قرار بارون بشه. آره نه، فردا قرار چون بارونی بشه فکر کنم اینجا یکم دیگه ابریشه. آره، نه اینجا دیروز خیلی هوا خوب بود همطور که میدونی، ولی امروز یهویی، یعنی امروز میدونی بهاری بود دیگه. یعنی مثلا اولش یکم آفتاب بود، بعدش بارون زد، بعدش آفتاب بود. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگه مجبور بشم که میوت کنم خودم رو سرفه کنم، چون من هنوز ریکاوری نشدم از اون مریضی خدا رو شکر بهتره که ملعون. خیلی هم عالی. 1 دقیقه دیگه هم میتونیم صبر کنیم و بعد خب شروع کنیم کم کم دیگه. چون این اولاش هم آخه وقتی لایو سیو میکنی از همون اولش سیو میشه، نمیدونم دقت کردی یا دقیقا نه. بعد اولش خیلی ویرده، آدم نشسته مثلا داره یه در دیوار تصویر. نمیکنه هستین صدای من میاد. دقیقا اینه. آره، ولی خب به 2 نفری که باشه باز خوب، آدم حداقل یکی دیدار حرف میزنه. خب خیلی هم عالی. و الان 60 نفر اومدن و به نظرم دیگه منطقیه که بخوایم شروع کنیم بحثمونو. مرسی از همه که حالا اومدن و دارن میان. همچنان امروز قراره که بین مهاجرت بین آلمان و انگلیس ما در مورد تفاوت‌هاش صحبت کنیم. من یه چیزی اولش به نظرم خیلی لازمه که بگم، اینه که واقعا اونقدر تفاوتی بین آلمان و انگلیس وجود نداره. در نتیجه اگر یک مسیر رو پیدا کردین و انتخاب کردین و الان دیدین که خب یک مسیر دیگه الان شاید بهتر باشه، فکر نکنین اونقدر قراره که زمین با آسمون بیاد و فرق کنه. همون راه خودتون میتونین ادامه بدین، چون در نهایت این دو تا کشور یک مدلی هن. اونقدر تفاوت ندارن. ما سوالای شما رو با دورسا جان آماده کردیم، همه رو نوشتیم پشت سر هم. 1 ساعت حدودا با هم صحبت میکنیم و خب سوالا رو از بالا به پایین به ترتیبی که حالا هم تعدادشون چجوری بود میپرسیم حالا از هم دیگه و سعی میکنیم که جواب بدیم. من کامنت ها رو هم میبندم، اگه سوال اضافه تری یا تو اون مورد داشتین حتما توی کوشن ها چیز کنیم بپرسین. و در نهایت این که امیدوارم که امروز براتون مفید باشه. خب خیلی هم صندلی جا، من اول با شما شروع کنیم. خب دوستا جان، شما فرض کن که یک پزشک عمومی هستی. در مورد پادکستین صحبت میکنیم، اصلا نگران نباشید. خب یک پزشک عمومی هستی، اینترنت تموم شده، چجوری میتونی به آلمان؟ بله. خب منم نمیدونم که، چون دوباره سلام عرض میکنم و شروع میکنیم. فکر میکنیم که فارغ تحصیل شدیم، حالا چه تر رو رفتیم و چه نرفتیم. پس این موضوع که خیلی ها میپرسن که آیا باید حتما تر رو رفته باشیم برای مهاجرت به آلمان، نه اینطوری نیستش. میشه تر رو وسیله گذاشت یا حالا هر روشی که تر رو نرفتیم میشه وارد شد. مهمترین مرحله برای مهاجرت به آلمان شروع زبان آلمانی هست که این تفاوت زیادی میکنه که خب چقدر توی چه مدتی میتونید به آلمان برسید. پس شروع زبان آلمانی مهمترین کاری هستش که شما بعد از فارغ التحصیلیتون باید انجام بدید. و مهمتر این که خب شما بتونید دانشنامه‌تون رو داشته باشید، یعنی مهمترین مدرکی که شما باید آزاد کرده باشید، حالا چه طرح رفتید و چه طرح نرفتید، داشتن دانشنامه‌تون هست. و بعد از این کار همزمان که دارید
کلاس آلمانی میدید و حالا آلمانیتون رو پیش میبرید، باید مدارکتون رو طبق اون ایالتی که انتخاب کردید، اینجا ایالت ها بسیار متفاوتن با هم دیگه، از سختی امتحانات، از هزینه ها، از رفتار مردم و خب خیلی عوامل دیگه. حالا بر اساس اولویت هایی که برای خودتون دارید باید بیاید یک ایالت رو انتخاب کنید که حالا بر این اساسه که خب چقدر از نظر مالی براتون مهمه که جای ارزونی باشه، یا اینکه از نظر امتحانات براتون مهمه که جای آسون تری باشه، یا اینکه زودتر بتونید وارد بازار کار بشید، و یا حالا هر عوامل دیگه ایالتتون رو انتخاب میکنید و مدارکتون رو طبق چک لیست اون ایالت که برای گرفتن یک عنوانی حالا هستش به نام DB یا حالا دفیسیت بشاید، یا اینکه شما مدارکتون رو طبق اون ایالتی که انتخاب کردید ترجمه میکنید و تایید سفارت میکنید، حالا توی ویزا متریک آلمان، یا اینکه مستقیم میفرستید آلمان ترجمه بشه که دیگه لازم به تاییدیه سفارت آلمان توی ایران نباشه، و اونها رو میفرستید به نظام پزشکی یا حالا هر عنوانی که داره توی ایالت مربوطه و شروع میکنید اون عنوانی که گفتم که به عنوان این هستش که شما مدارکتون از ایران به دست مثلا ایالت توی هامبورگ رسیده و شما پزشک بودنتون حالا احراز هویت تقریبا شده، ثابت شده دقیقاً، و اینکه حالا باید برای اینکه چون مدرک امتحان زبان تخصصی و امتحان کنیسی حالا داشتن مدرک اپروباسیون در واقع نقصی دارید، باید ویزا بگیرید که وارد خاک آلمان بشید تا این مراحل رو طی کنید. پس مهمتر از همه اینه که شما ایالتتون رو انتخاب کنید. اگر مثلا هامبورگ رو انتخاب کردید، خب همزمان چون نیاز به مدرک زبان نداره ابتدا، همزمان که دارین کارهای زبانتون رو پیش میبرید میتونید این مدرک این دیبه رو گرفته باشید. ولی خب اگر ایالت‌های دیگر رو انتخاب کردید، شما باید مدرک زبان B2 داشته باشید و بعد بتونید این دیبه رو بگیرید. پس تا اینجا شما مدارکتون رو فرستادید، دیبه هم گرفتید و حالا باید 2 تا راه دارید که برای گرفتن ویزا توی سفارت آلمان، یا اینکه بتونید یک هاسپیتاسیون، یعنی میفرستید به کلینیک‌های مختلف اینجا ایمیل و خودتون رو معرفی میکنید، رزومتون رو اتچ میکنید و بعد درخواست اینو میدید که برای یک مدتی، حالا اگر بشه بهتر که بیشتر از 3 ماه، بتونید توی اون بیمارستان یا کلینیک به عنوان ابزرور یا حالا اینجا هاسپیتال بتونید بیاید، که این میتونه اگر بیشتر از 3 ماه باشه خودش یک عاملی باشه برای گرفتن ویزا. و یا اینکه یک کلاس زبان فاخ یا کلاس زبان تخصصی پزشکان آلمانی رو اینجا ثبت نام میکنید و با اون برای ویزا اقدام میکنید و هنوز هم این شانس وجود داره که شما وقت ضروری بگیرید به عنوان پزشک و گروه پزشکی. پس حالا که کلاس زبانتون رو دارید پیش میبرید، حالا اگر هنوز هامبورگ هستید و یا پیش بردید، یعنی مدرک امتحان B2 رو گرفتید، ایالتتون رو انتخاب کردید، دیبتون رو گرفتین، کلاس زبانتون رو ثبت نام کردین توی آلمان و هاسپیتاسیونتون رو هم اگر شانس داشتید تونست، اگر نه هم واقعا مشکلی نیستش، و حالا برای سفارت یک ایمیل میدید و با این عنوان که من پزشک هستم، نیازمند وقت ضروری هستم دارم و باید مدرک زبانتون، این دیبه و دانشنامه‌تون رو اتچ کنید و کلاس زبانی که ثبت نام کردید و منتظر باشید که سفارت بهتون نوبت بده برای مصاحبه. که خب من اگر که نخواد اتفاق استثنایی بیفته، باید 1 تا 2 هفته بعد از اینکه شما ایمیل دادید بتونید نوبت بگیرید برای سفارت و بعد میرید برای مصاحبه. و حالا این دوباره پروسه ویزا رو نمیشه گفت واقعا که توی چند وقت، ممکن از 1 هفته دیدم که بوده و یه سری ها که الان مثلا 5 ماه 6 ماه که منتظر هستن. اینجا بگم گرفتن اون مدرک دیبی که گفتم، یعنی شما مدارک رو که فرستادین برای ایالت، باز خیلی وابسته به اینه که شما چه ایالت رو انتخاب کردین. میتونه زمانش از زمان خیلی کوتاه 2 ماه 1 ماه تا یک زمان 1 ساله هم الان توی سری جاها داریم میبینیم که طول میکشه تا شما فقط یک ایمیل ساده بگید که یعنی مدارک رسیده، احراز هویت شده و شما باید بیاید آلمان برای ادامه کارهاتون. یعنی این پروسه خیلی وابسته به این هستش که شما کدوم ایالت رو انتخاب کردید.
در واقع ولی حینش داری زبان میخونی، یعنی وقت تلف نمی‌کنی در واقع. دقیقاً، یعنی مهمترین کاری که توی ایران خیلی میشه بهتر حتی انجام داد تا وقتی که شما وارد خاک آلمان میشید، به خاطر اینکه خب هنوز کارهاتون خیلی کمتره و از نظر هزینه ها اینه که زبانتون رو تقویت کنید. یعنی اینکه حتی اگه بدوره گرفتید برای C1 برای C1 و زبان تخصصی رو کنارش بخونید، حتی مطالب پزشکی رو شروع کنید برای امتحان اپروباسیون آماده بشید و همینطور پیش ببرید کارا تا منتظر باشید تا ویزاتون برسه. این مسیر مستقیم و تقریبا میشه گفت بهترین مسیرهایی هست که شما میتونید برای اومدن به آلمان انتخاب کنید. یه سری اصلا میخوان با ویزای کاری بیان که اصلا خیلی واردش نمیشن، و یا اینکه وارد مسیر PhD و پستاک بشن و مسیر تحقیقاتی رو اول انتخاب کنن و بعد پروسه تطابق مدارک رو شروع کنن. ولی مسیری که مستقیم هست و واقعا نیاز ندارید که هیچ شرکت مهاجرتی بهتون کمک کنه چون همینقدر مستقیمه، این مسیری هستش که الان گفتم. درست طولانیه، باید خیلی کار انجام بدید، آسونه هر کدوم از اینا گفتنش، ولی خودتون میتونید پیش ببریدش. تا اینجا این مسیری هستش که برای اومدن به آلمان فعلا نیاز دارید. این یعنی وقتی که دیگه شما وارد آلمان شدی و از اون موقع دیگه لازم نیست خارج بشین از آلمان، دیگه از اون موقع هست میگه. اوکی، متوجه شدم. خیلی متفاوته با مسیر انگلیس، خیلی متفاوته، چون مسیر آلمان قشنگ متوجه شدم که ایالت‌های مختلف داستان مختلف دارن. انگلیس هر جاش بخواین کار کنین یه قانون داره. پزشک عمومی وقتی که بخواد بیاد انگلیس، باز اگه برید نرید زیاد فرقی نداره، مادامی که شما اون مدرک دانشگاهتون دستتون باشه و قابلیت ترجمه داشته باشه مشکلی نیست. برای انگلیس هم پزشک عمومی اول باید امتحان زبانش رو بده، دقیقا مثل آلمان. حالا آیلتس OET هر کدوم که هست رو اول میدن و اون آیلتس یا OET رو میتونین شما توی زمان اینترنتتون هم بدین، زیاد فرقی نداره. بعد امتحان مرحله اولش هست که یه امتحان تستیه که باید بدین. امتحان خیلی سختی نیست، بین 60-70% پس ریتشه، داره عوض میشه. یعنی توی ایران امتحان رو توی ایران برگزار نمیشه، نه قدیم ها میشده ولی الان توی مثلا دبی میشه رفت امتحان داد، کشورهای اطراف داره، ترکیه مثلا نداره. افرادی که حالا من فالو میکنن تو ویدیو دیدن نمادش خیلی خوب میدونن که کجاها برگزار میشه. که این امتحان قرار عوض بشه از سال، حالا میگن 2024 2025 دیگه، یعنی از سال دیگه احتمالاً عوض میشه. امتحان مرحله 1 رو میدن که تستی هستش، بعد امتحان مرحله دومش رو باید بدن که اون آسکیه و بعد بیان انگلیس در واقع این امتحان رو بدن. یه سوالی که اینجا همیشه مطرح میشه اینه که آیا انگلیس ما ویزا میده؟ اصلا ما بیایم که باید ویزای توریستی در واقع بگیریم؟ که بله، یعنی الان ما 70-80 نفر هستیم که توی همین 2 سال اخیر اومدیم و همه ما تونستیم ویزا بگیریم. شاید یکی دو آدم ریجکت بشه به خاطر حالا اون مشکلاتی که یعنی آدم خودش حواسش نیست و این حرفا، ولی کاملا ویزا میدن. اصلا یه کاتگوری داره که شما میخوایم این امتحان رو بدین و بعد از این که امتحان رو دادین، اینجا اون نقطه‌ای هستش که مدرک دانشگاه رو از شما میخوان و مدرک رو باید تایید کنین. مدارکتون میفرستین، مدارکتون تایید میشه توسط حالا یک جای دیگه تحت ECFMG که همون جایی که آمریکا و استرالیا رو تایید میکنه. و بعد از اینکه این مدارک تایید شد، همه چیزا رو میفرستین برای GMC یا همون نظام پزشکی انگلیس و بعد شما رجیستر میشید. اینا هم گفتنش خیلی قشنگه، اصلا به این سادگی که به نظر میاد نیست و بچه‌ای که حالا توی مسیر هستن میدونن که داستان چیه. گرفتن نمره خاص آیلتسی که میخواد اصلا آسون نیست، پیدا کردن سیت پلب 1 اصلا آسون نیست. حالا ما امید داریم که وقتی که این امتحان عوض شد و UKMLA شد، چون که قرار امتحان عوض بشه و جوری بشه که کل هر کسی که میخواد تو UK کار کنه مثل آمریکا یه USMLE میدن، یعنی هر کسی میخواد UK کار کنه، حتی کسی که فارغ التحصیل UK هستن هم UKMLA بدن و همین خاطر احتمالاً سنتراش بیشتر میشه و احتمالاً اون بکلاگی که از طلب هست برداشت نمیشه. حالا اینا حدسیات من نمیدونم، مطمئن نیستم. پس شما تقریبا یک امتحان رو حالا هر جایی توی یه سری کشورها میتونین بدین و یک امتحان بعدی رو حتما باید با ویزای توریستی توی انگلستان بدین. فقط هم منچستر، یعنی فقط هم 2 تا لوکیشن هست که برگزار میشه، یعنی همون یعنی جدیداً تازه شده 2 تا لوکیشن. قبلا که فقط یه لوکیشن خود ساختمان نظام پزشکی بود که امتحان برگزار میشد. به همین خاطر امتحان مرحله 1 دادنش اصلا آسون نیست. یعنی هم کسایی هستن که 1 سال منتظرن که این امتحان مرحله 1 رو بدن
بعد مرحله دوم ثبت نام کردنش که آسکی باشه. بعداً به سختی اون نیست، ولی خب چون آدم باید ویزا بگیره، به هر حال یه 3-4 ماه آمادگی از قبلش میخواد. و بعد از اینکه حالا ویزا گرفت، بعد از اینکه حالا رجیستر شدین، اون موقع دیگه شما فقط یه پزشک رجیستر شده هستین، میتونین توی خاک ایران باشین و رجیستر شده باشین، یعنی اصلا دلیل نداره که شما انگلیس باشین. اون موقع است که شما دنبال کار میگردین، کار پیدا میکنین و دیگه میان انگلیس. یعنی واقعا از روز اولی که میان انگلیس که بمونین با کار میان وارد انگلیس وارد میشین. آره، فقط یکی برای توریستی باید بیان که خب اونم لازم نیست خیلی بمونین، میتونین مثلا یه هفته 10 روز بمونین، امتحانتون رو بدین. یعنی یه انگلیس به عنوان پزشک عمومی هم میشه کار کرد. به عنوان پزشک عمومی میشه کار کرد که اصلا کلا سیستم، یعنی کلا سیستم آموزشی و درمانی یکم متفاوته. اینجوریه که شما وقتی که پزشک عمومیتون تموم میشه میتونین کار کنین، نه که حالا جی پی که مرسومه میگن، چون جی پی اینجا یه تخصصه، ولی به عنوان پزشک حالا عمومی که تموم شده توی رشته‌های تخصصی میتونین کار کنین. کم پیچیده است ولی خب حالا جلوتر توضیح میدم. خب خیلی ممنون از توضیحاتت. فکر کنم مدارک لازم رو گفتیم و با هم بحث کردیم که تقریبا چه مدارکی میخواد. دانشنامه برای هر دو تا کار دانشنامه لازمه که قطعا چیزی که اصلا نمیشه بدون اون انجام داد. امتحانات هم که بررسی کردیم، خیلی گزار کوچیک. ولی امتحانات رو یه سوالی که من دارم اینه که خب حالا این مرحله 1 و 2 سختی امتحانا رو هم مقدار بحث کنیم بعد از جای مسیری که شروع میشه و تقریبا تا خب قبل از مهاجرت تقریبا مشخص میشه. این 2 تا امتحان رو دادم، خب مثل آلمان خیلی نیست که تو بعد از اینه که خب شما در مورد امتحانا بگو حتما. پس آره، اینجا خب اگر از امتحان زبان بگذاریم که خب خیلی وابسته به این هستش که خب زبان رو چطوری شروع کردین و کجا دارین امتحان میدید و خب اینم فرقشه که هنوز این امکان وجود داره که حالا الانم که میشه آیلتس توی ایرانم داد، ولی امتحانات زبان رو الانم میشه خب توی ایران داد، توی گوته حالا یا اوسته یا اوکاف. ولی جدا از اون این هستش که امتحانات اینجا بعد از ورود به خاک آلمان هستش و شما 2 تا امتحان مهم دارید. یک امتحان زبان تخصصی هست که همون امتحانی که شما زبان تخصصی رو به زبان آلمانی باید امتحان بدید و یک امتحان بعدی امتحان دانش پزشکیتون هستش که بعد از اون شما اپروباسیونتون رو میگیرید و که خب تو کل اتحادیه اروپا اپروبیه میشید. امتحان اول امتحانی هستش که شما هر چقدر که بخواید میتونید این امتحان رو بدید، یعنی بیافتید و دوباره مشکلی نداره. ولی خب بر اساس اینکه شما تو چه ایالتی هستید میتونه تا 46% تا 50% امکان این باشه که شما این امتحان رو فیل بشید و بیافتید. ولی خب خوبیش اینه که این استرس رو ندارید، دوباره میتونید امتحان رو مجدد بدید. ولی امتحان اپروباسیون شما تو کل خاک اتحادیه اروپا 3 بار میتونید بدید و بعد از این 3 بار دیگه شما امکان کار پزشکی ازتون برداشته میشه. خب این یک استرسی هست که واقعا همراه بچه‌ها هستش، به خاطر اینکه نمیگم زیاد ولی هستن خب کیس هایی که نتونستن از پس امتحان بر بیان و خب شما تصور کنید که 2 بار امتحان رو افتادین و تقریبا آخرین شانستون رو دارین امتحان میکنید و خب خود اون استرس نمیذاره، چون دقیقاً و چون هر نوع امتحان شفاهی فیس تو فیس هست، شفاهی است، ما امتحانی رو کتبی نمیدیم و خب به نظرم این هم یه جاهای خوبه و هم یه جاهای شاید برای ماها که توی ایران هستی بعد زیاد امتحانات اینطوری رو نگذروندیم یه مقدار سخت باشه. مشکلات زبانی هم هست بالاخره دیگه. دقیقاً مشکلات زبان هست و میگم خود این موضوع که خب یه سری کشورها بیشتر امتحاناتشون به این شکل هست ولی ما خب تو ایران بیشتر امتحاناتمون کتبی بوده. پس میتونم بگم که میشه از پسش بر اومد، حتی هر 2 امتحان رو بار اول قبول شد و واقعا با خوب خوندن، و یا میشه که مسیر یه جوری بد پیش بره، یعنی اینکه شما اگه اینکه حساب کنید که چقدر مسیر مهاجرتتون طولانی بشه بعدم تا شروع به کار و هزینه هاتون چقدر بالا بره، یکم به این ربط داره که سطح زبانتون چقدر بوده، چون خیلی موثره برای قبولی این 2 تا امتحان، و خب دانش پزشکیتون رو چقدر تونستید توی این مدت بالا بیارید. ولی اینو بگم که حالا من اینم بپرسیم، اینجوری نیستش که سوالات در حد خیلی علوم پایه باشه یا بیشتر سوالات کلینیکال هستش و میشه واقعا از پسش برمیاد. خب عادتا میبینیم که یعنی خیلی پزشک ایرانی هستن الان تو آلمان، یعنی قطعا توانایی
دوستان زیاده که تونستن همه پاس بشن، خیلی یعنی همه که نه خیلی پاس بشن. ولی خیلی جالبه که فقط 3 بار میشه. بعد اگر که حالا یکی بیفته، حالا داستان چی میشه؟ جایگزین نمیدونم دوره خاصی بره اینجور چیزا نیست، چون انگلیس هم 4 بار بیشتر نمیشه امتحانا رو داد، یعنی همه امتحانا فقط 4 باره. ولی اگه بیفتی یک دوره هست باید بگذرونی و بعدش دوباره میتونی، یعنی یک کار دیگه میتونی. تا چند سال قبل که نه واقعا، یعنی من چند نفر بودم و مجبور شدم وارد، حالا مجبور که ولی خب دیگه نتونستم وارد ادامه، اگر بخوان که توی آلمان بمونن و شغل دیگه ای رو انتخاب کنن، اگر بتونن که ویزاشون رو تازه تبدیل کنن و ویزاشون رو نگه دارن، اگر نه خب مجبور به ترک خاک میشن. ولی خب بعضیا تونستن که شغل دیگه رو داشته باشن. میگم اینا خیلی 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 کم هست، اصلا نمیخوام بگم که بچه‌ها بعد بگن که ما ترسیدیم یا آره. خیلی خیلی کم هست، ولی الان دیده شده واقعا یه وقتایی که مثلا یه وقت راه اومده یه آیتم دوباره به طرف دادن، ولی واقعیتش که نه، یعنی بهتره روی این حساب کنیم که ما 3 بار فقط شانس داریم و واقعا بیشتر همینه و باید توی این 3 بار امتحان رو بتونیم تموم کنیم و بریم. یعنی حتی بهتر این که آدم بار اول و حتی دیال بار دوم اونقدر خوب خونده باشه که گاهن اینجوریه که خوب خیلی طرف خوب خونده، ولی اینکه سر امتحان خب استرس ها هستش چطوری تونسته، یا حتی یه وقتایی مثلا یه ایالتایی هستن یه آدم‌های معروفی که گاهن آدم میدونه که شاید اگر بره دقیقاً همه اینا موثره، ولی به صورت کلی اینه که بهتره با این آمادگی ذهنی که من قرار امتحانات رو بار اول تموم کنم برای سر جلسه. خب خیلی عالی. حالا انگلیس چطوره؟ انگلیس که میگم امتحان پلب که تا الان پاس ریتش بین 60 تا 70 خیلی خوبه و ایرانی‌ها جزو کسایی بودن که نمره‌های خیلی خوبی می آوردن. گرچه توی پلب 2 که آسکیه، همونطور که حالا واضحا ما ایرانی‌ها کلا تو آسکی زیاد چون ترین نشدیم برای آسکی، یکم من میبینم که بچه‌ها هستن که واقعا با توانایی خیلی بالا هستن، حتی سواد علمی، حتی زبانشون خوبه و میبینی بازم آسکی رو میافتن. یعنی میبینم 2-3 بار مثلا افتادن پلب 2 رو. ولی خب شما تا 4 بار میتونید امتحان بدین و بعدش اگه بیافتین باز آپشن هست که شما یک کار جایگزین، یه دوره جایگزین هست میتونید برین که بتونین وارد بشین. ولی خب راههای دیگه هم هست. نه ولی تا 4 بار که میتونید بیافتین، یعنی شما برای هر بار مجددا باید امتحان رو ثبت نام کنید، ویزای توریستی بگیرید. یعنی کلا میگم بعد آخه پلب یکم 4 بار در سال بیشتر برگزار نمیشه دیگه. شما مثلا این بار افتادی جوابش 1.5 ماه بعد میاد و الان 1 سال دیگه وقت نیست. یعنی اگه افتادی دیگه 2 سال قشنگ میافتی عقب. یعنی قبلا چون نبود، قبلا اگه پلب 1 میافتادی مثلا میشد یه کاریش کرد، ولی الان یکم مثلا سخت‌تر شده. ولی خب پلب 2 اینجوریه که تقریبا هر روز امتحان برگزار میشه. ولی اگه افتادی سریع میتونی با همون ویزایی که داری، چون ویزا انگلیس ویزا توریستی 6 ماه هست و همین خاطر تو همون 6 ماه اغلب بچه‌ها میتونن یه سیت پیدا کنن امتحان دوباره بدن. و خب در نهایت که افتاد یه نفر و نتونست این کارو کنه، باز راه جایگزین هست. راه جایگزین شاید سخت‌تر باشه ولی خب به هر حال هست. امتحان رویال کالج هست که از اون طریق میتونن امتحان بدن و رجیستر بشن. خب خیلی عالی. سوالی که خیلی باز پرسیده میشه رزومه هست. من مال انگلیسی خودم میگم و بعد حالا از خواهش میکنم که در مورد آلمانم بگی. برای انگلیس رزومه‌ای که از فردی که حالا پزشکیشو تازه تموم کرده و حالا داره میاد که تازه کار پیدا کنه، خب قاعدتا توقع خیلی زیادی ندارن. مثل آمریکا نیست که شما باید 50,000 تا مقاله داشته باشی فلان بکنی. مقاله داشتن اصلا اجباری نیست، گرچه که خب پسندیده هست. یعنی اگر که کسی داشته باشه چرا که نه. چیزی که کلا تو انگلیس خیلی رایجه اینه که شما دوست دارن توی همه ابعاد رشد بکنید. یعنی اگه یک پزشک هستی تو زمینه ریسرچ رشد بکنی، توی زمینه‌های لیدرشپ و منیجمنت رشد بکنی، توی زمینه‌های آموزشی رشد بکنی. یعنی این زمینه‌های مختلفه که دوست دارن شما حالا اوییدنس هم بیاری و نشون بدی که توی این زمینه‌ها داری کاری انجام میدی. خیلی می‌پرسن ما چیکار کنیم، مثلا ما عمومی هستیم. خب قاعدتا درس بخونیم، زبان بخونیم و اگه میتونید ریسرچ کنید، اصلا پایه‌ای بفهمید ریسرچ چجوریه، چیکار میشه کرد، اصول یه سری چیزای اینجوری رو بدونین. اگه میتونین آموزش بدین، سال پایانیاتون آموزش بدین، دوره‌های آموزشی برگزار کنید، پست‌های لیدرشپ بگیرین. حالا خیلی از اون پرسن پست‌های لیدرشپ بگیریم و اینجور چیزا بگیریم یعنی چی؟
اینکه شما نمیدونم اگه نماینده هستین این خودش یک امتیازه. اگر نمیدونم هر چیز کوچیکی که شما بتونین انجام بدین که نشون بده شما دارین حتی یک مثلا 5 تا آدم دارین مدیریت میکنین، اینا چیزایی که تو رزومه میتونین بیارین. ولی رزومه خاص و عجیب غریبی نمیخوادین که شما نمیدونم جز 5 ریسرچر برتر کشور باشین. نه اینطوری نیست، چون واقعا توقعی ندارن از یه نفری که تازه پزشکیش تموم شده. دقیقاً چون خودشون وقتی پزشکیشون تمام میشه واقعا اینجوری نیست. رزومه اکثرا رزومه خالی خود پزشکن، حالا میخوان شروع کنن مسیرشون. حداقل من چیزی که اینجا دیدم بیشتر توی آلمان همینجوریه دوباره، که یعنی بیشترین چیز و مهمترین چیزی که بهتون کمک میکنه تو مسیر زبانه. یعنی واقعا چیزی که میتونه تعیین کننده باشه. حتی 2 تا آدم با یه رزومه خیلی متوسط و یک آدم با یه رزومه خیلی خیلی قوی شاید نتونه به اون چیزی که میخواد، اون اشتغالی که میخواد برسه، تفاوت زبانه. به خاطر اینکه خب وارد کشوری میشید با زبان یعنی غیر انگلیسی و خب این خیلی تفاوت ایجاد میکنه بین آدم‌ها که چقدر تونستن وقت بذارن. ولی دقیقاً داشتن مقاله، به خصوص اگر نشون بدید، حالا اگر شما برای داخلی مثلا فرستادید و میخواین وارد رشته داخلی بشید و زمینه کاری که تو رزومتون هست نشون بده که توی این مدت توی این راستا کار کردین، خب خیلی جالب تره برای اون رئیس بخشی که میفرستید و میرید برای مصاحبه. بازم چون اینه که تفاوتایی که بعد دربارش صحبت میکنیم که ورود به رزیدنتی اینجا خیلی مصاحبه محور هستش و خب خیلی تعیین کننده است. شخصی که شما میرین پیشش مصاحبه به عنوان شف، اون رئیس بخش میتونه تعیین کنه شما وارد این رشته بشید یا نشید. پس خیلی دوباره وابسته، نمیتونم بگم چی تاثیر میذاره، چون وابسته به شخصیه که نگاه میکنه به رزومتون و برای یک آدم خیلی مهمه و واقعا فوکوس میکنه که شما چه سرگرمی دارید، چه هوبی دارید، چه کارهایی انجام میدید. خیلی براش ممکنه دفعه پررنگ بشه و تمام مصاحبه روی این بگذره و یا دقیقاً روی این که شما مثلا نوشتید که چند تا مقاله دارین، ریز بریز یا درباره مقاله‌تون خیلی براش مهم باشه، و یا هر آیتم دیگه‌ای که توی مثلا نوشتید که 6 ماه کار زیبایی کردید و یه دفعه این براش جالب نباشه برای یک نفر و برای یک نفر خیلی جالب باشه. و یعنی انقدر اینجا دوباره شخص محور میشه انتخابش، نمیشه گفت که واقعا چه چیزایی خیلی مهمه. ولی خب چیزی که میشه گفت 100% مهمه این زبان است. ولی کنارش مطمئنه این که خب شما آدمی هستید که نشون دادید که کنار پزشکی دقیقاً تونستید مثلا چند زبانه باشید، یه سرگرمی رو در حد خوب و درست دارید پیگیری میکنید، مقاله نوشتید و حالا کار مرتبط کردید، تجربه دارید و یا هر چیز دیگه میتونه کمک کننده باشه برای اینکه راحت‌تر و زودتر وارد اون مسیری بشید که دوست دارید. ولی واقعا نمیتونم بگم که این آیتم مثلا به جز زبان خیلی کمک کننده هست براتون. و هیچ رزومه یعنی اینجوری نیست که اگه مقاله نداشتید یا اگر خیلی کار دیگه ای نکردید کنار درس خوندنتون نتونید واقعا برسید. ممکنه که همون زبان خیلی خوبتون همه اونا رو پوشش بده. خب حالا من در مورد مقاله فقط یه چیز تکمیلی هم بگم. برای ورود به تخصص اینجا همونطور که حالا گفتیم ممکنه یه اینجا مثلا یه طرف دوست داشته باشه یکی دوست نداشته باشه. اینجا خب یه چارچوب داره این داستان، یه چارچوب داره و برای هر رشته امتیاز هر کاری که شما میکنین مشخصه. یعنی اون طرف زیاد سابجکتیو نمیتونه تصمیم بگیره، چون این امتیاز داده میشه به اون طرف بر اساس این چیزا. حالا چیزی که هست اینه که شما اگر مقاله‌ای بنویسید که پاپ مد باشه و نفر اول باشین، این امتیاز داره برای ورود به تخصص. ولی نداشتن این قضیه باعث نمیشه که شما وارد تخصص نتونین بشین. الان ما داریم طرف مثلا نمیدونم سال 7 تخصصشه، هنوز مقاله‌ای نداره که نفر اول باشه. ولی خب قاعدتا شما اگر میخواین جای خاص، بیمارستان خاص، فلان خاص باشین، یعنی اینجور چیزای آپشن خاص اگه بزنیم کنار هم، قاعدتا شما باید تمام اون چیزا رو تاپ بگیرین. به همین خاطر اگر کسی داره، من یعنی اگر کسی آپشن اینو داره که میتونه الان انجام بده، ریسرچ کنه، من واقعا پیشنهاد میدم که انجام بدن. یکی از تفاوت‌های بزرگ واقعا بین آلمان و انگلستان و حداقل من اینجوری فکر می‌کنم که ما ایرانی‌ها چون یه مقدار رقابتی هستیم و ولی تو ساف اسکیلا یه مقدار ضعیف‌تر هستیم، خیلی راحت‌تر میتونیم از پس امتحانا و امتیاز گرفتن بر بیایم تا یه جاهای مصاحبه شدن و نشون دادن توانایی‌های خودمون. دقیقاً تا میگم این قضیه هست. سوال بعدی که مطرح شده، حالا یکم باز یک چیزی کردیم، یه تاچی کردیم، این که چقدر این مسیر طول میکشه تا از لحظه‌ای که شما تصمیم میگیری مهاجرت بکنی تا لحظه‌ای که حقوق میگیری و بلند. خب این چقدر طول میکشه؟ قاعدتا یک جواب وجود نداره، ولی خب یه
چیز راف باید دست یه نفر بیاد. مثلا طرف من مسیج میده مثلا میگه که من چه جوری میتونم تو 6 7 ماه آینده مهاجرت کنم، انگلیس این مدلی اصلا نمیشه. خب میتونم تقریبا بگم حالا شرایط خیلی خاص میشه ولی مثلا نمیشه اینجوری. حالا میخوای یه توضیح در مورد اینکه چقدر طول میکشه از روزی که تصمیم میگیری تا روزی که حالا اولین حقوقتو میگیری چقدر طول میکشه؟ به خاطر اینکه خب خیلی وابسته دوباره به این هست که تو چه مدت شما مدرک زبان آلمانیتون رو گرفتین، چون خیلی از دوستان خب فشرده از این تایمی شروع میکنن و به نظرم شما باید 8 ماه تا 1.5 سال رو در نظر بگیرید برای اینکه بتونید مدرک B2 رو بگیرید. ممکنه یه نفر زودتر بتونه بگیره ولی به نظر میانگین چیزی که دیدم اینه که 8 ماه تا 1.5 سال شما نیاز دارید. ولی خب خیلی از دوستان هستن که مثلا 5 سال 6 سال مثلا دارن مدرک آلمانی رو میگیرن، یعنی هر چقدر فشرده‌تر باشه خب مطمئنا این پروسه زودتر میشه. ولی جدا از مدرک زبان در نظر بگیریم، اگر شما مثلا یک ایالتی رو انتخاب کردید که بدون مدرک زبان هنوز دارین کاراتون رو پیش میبرید، میتونم بگم همزمان، یعنی تو همون 1.5 سال که دارم میگم مدرک B2 بگیرید، ممکنه که دیگه کارهای ویزاتون هم انجام داده باشین و بتونید وارد خاک آلمان بشید تقریبا حالا توی پروسه، یعنی توی 1.5 سال. و از اینکه تا به حقوق برسید، به خاطر اینکه خیلی وابسته به این هست که شما قبل از امتحان زبان تخصصی وارد کار بشید یا قبل از امتحان کنیس یا دانش پزشکی وارد کار بشید، یا اینکه بخواید وارد رزیدنتی به معنای این هست که شما امتحان دوم رو هم دادین، امتحان دانش پزشکیتون رو هم دادین، اپروبیه شدین و از روز فردای اون روز وقتی کار میکنید دیگه به عنوان سالهای رزیدنتتون حساب میشه. این خیلی وابسته به این هست که شما میخواین کار کنید یا وایسید که امتحانا رو بدین و بعد وارد کار بشید. ولی میتونم بگم که شما برای یه پروسه 1.5 تا 2 سال یا 1.5 تا 3 سال رو برای کسی که نمیخواد کار کنه تا امتحانا رو بده، از موقعی که شروع میکنید تقریبا تا موقعی که وارد یعنی حقوق میگیرید باید در نظر داشته باشید. به نظرم 3 سال یه چیزیه که میشه گفت منطقیه، تقریبا 2 تا 3 سال. خیلی تقریبا شبیه به انگلیس در مورد انگلیسی خوندن و اینا که من نمیتونم زیاد نظر بدم چون خیلی انگلیسیشون شاید اوکی باشه، ولی اگر شما کسی باشین که انگلیسیتون خوبه، یعنی کاملا زبان جنرال خیلی خوبی دارین و فقط میخوان برای آیلتس یا مثلا OET بخونین، شاید 3 ماه اگه وقت بذارین نهایتا کافی باشه. من این ویتینگ تایم برای طلب رو در نظر نمیگیرم چون الان یه چیز عجیب غریبیه. خب 1 سال بعد صبر کنه آدم، ولی خب اگه اونو کنار بذاریم، شما به محضی که اون زبانتون رو دادین و خواستین طلب یکیتون رو ثبت نام کنین، مثلا 4 ماه بعدش طلب برگزار میشه، چون طلب 4 بار در سال بیشتر برگزار نمیشه. شما اون 4 ماه رو میشینین برای طلب میخونین و همون کافیه. طلب یکیتون رو که دادین 1 ماه و نیم بعدش امتحان نمرش میاد. حالا با فرض اینکه همه چی ایدئال باشه و سیت باز باشه و شما بتونین ثبت نام کنین، بهترین حالت از ایران اینه که 3-4 ماه حداقل 3-4 ماه بعدش طلب 2تون رو بدین که بتونین ویزا بگیرین. بعد از اینکه طلب 2تون رو بدین حدوداً 1 ماه بعدش جوابتون میاد. به محض اینکه حالا فرض کنیم همه کارتون هم کردین، درجا اپلای کنین برای رجیستریشن، جنرال بین 2 هفته تا 1 ماه طول میکشه تا رجیستر بشین. بعد از اینکه رجیستر شدین، پیدا کردن کار تقریبا 1-2 ماه حداقل طول میکشه. حالا باز اینا که میگم یه چیز کلیه، یعنی برای یه عده شاید کمتر باشه، برای یه عده بیشتر باشه. و حدوداً 1 ماه هم طول میکشه، 1-2 ماه هم طول میکشه تا بیاین انگلیس. یعنی کلا شاید نزدیک 2 سال تو بهترین حالت این قضیه طول بکشه. بهترین حالت که میگم یعنی که کرونا نزنه، امتحانا رو کنسل کنه، بکلاگ امتحانا نباشه، ویزا ریجکت نشین، امتحان نیفتین، همه کارا مرتب پیش بره، من فرم شماره 12 بیمارستان فلان ندارم، همه اینا اتفاقای خوب بیفته پشت سر هم. من خودم 2019 امتحان آیلتسم رو دادم و مثلا برای آیلتسم نمیدونم حداقل فکر کنم 3-4 ماهی وقت گذاشتم که بخونم و من چون به کووید خوردم و کل طلب 1 هم 1 سال طول کشید، طلب 2 6 ماه فقط منتظر بودم که ثبت نام کنم. منم همین حدودا 3 سال شد میتونم بگم پروسه، که چون من از قبلش شروع کردم، از اول طرح شروع کردم، انگار من طرحم هم رفتم و بعدش 1 سالم گپ داشتم و بعدش وارد تونستم بشم. یعنی منم همین 3 سال میتونم بگم. دقیقاً یه پروسه 3 ساله رو باید در نظر بگیریم. ولی یه چیزی که خب آدم خیلی میشنوه این که مسیر انگلستان خیلی مسیری هست که
پول خیلی زیادی نیاز داره و مسیر آلمان اینجوری نیست. ولی چیزی که گفتی الان که ما موقعی که بعد از امتحانات وارد انگلستان میشی و تقریبا با حقوق وارد میشی، یعنی کار داریم و وارد میشیم، به نظرم خیلی حتی کمی بهتر میکنه شرایطو برای بچه‌هایی که خیلی از این نظر همش میگن که ما مشکل مالی داریم. چون گاهن شما وقتی وارد خاک آلمان میشید و خب میگیم که امتحانات بار اول قبول شید، ممکنه نشه و مجبور میشید تا یه سال مثلا اینجا بدون حقوق با یورو زندگی کنید و خب این خیلی خوبه که شما وقتی وارد انگلستان میشید که میدونید حقوق دارید. این به نظر یه چیز مهمیه. حالا این بحث کردی خوبه که در مورد الان هزینه ها بگیم، چون خیلی در مورد هزینه ها سوال داشتن. رافلی حالا به ما بگو که هزینه های این داستان چقدر میشه؟ باز تو بهترین حالت قاعدتا کسی نه ریجکت بشه نه امتحانی بیفته، زندگی بخورنمیر هم داشته باشه اونجی که آره زندگی خیلی شروع مهاجرتی باشه. کلاس اول که خب کلاس زبان هست که باز وابسته به اینه که خب شما کلاس زبانتون خصوصیه، کلاس زبان گروهی دارین میبرید. خب حالا برای اون تایم تا امتحانتون الان فکر کنم برای یه چیزی بین، نمیدونم حالا باید به تومن بگم، یه چیزی بین به نظر به هم یورو اگه بتونی عددا رو بگی قابل استنادتره بعدن. یعنی یکی این لایوش 3 هفته دیگه هم ببینه میتونه بگه که اوکی. آره چون خیلی فرق میکنه. فکر کنم دیگه در کمترین حالت برای کلاس زبان شما باید الان یه چیزی بین 400-500 یورو تا خب برای کلاس خصوصیه خب خیلی گرونی بخواید بردارین تا نهایتا 2-3 هزار یورو بخواد براتون بیفته که واقعا نمیشه. ولی خب توی این محدوده باید بدونید که کلاس زبانتون ممکنه براتون تا از شروع تا پروسه آخر حالا کتابایی که می‌خرید و اینها براتون هزینه داشته باشه. هزینه امتحان بدویی که میدید که خب جدا هستون، حالا بخاطر اینکه تغییرات داره، ولی باز هم یه چیزی بین حالا 200-300 یورو 400 یورو باید برای اون حساب کنید. و بعد از اون این هست که شما مدارکتون رو باید ترجمه کنید و بفرستید برای ایالت‌ها. اگر هامبورگ بفرستید یه هزینه تقریبا 300 خورده جدا دارید و حالا با هزینه ترجمه و پست یه چیزی دوباره باید در محدوده چون که اینا رو بین 500 تا 400-500 یورو باید برای این در نظر داشته باشید. و میگن یه هامبورگ باشه چون یه 300 یورو هم اضافه تر برای تایید مدارک، تنها ایالتی است که پول میگیره برای اون قسمتی که باید بده. 300 یورو باید روی این هزینه بده، یعنی حدود 300 تا 800 یورو تو ایالت مختلف ممکنه این شناور باشه. بعد از اون این هستش که شما باید کلاس زبان فاخ رو اینجا ثبت نام کنید توی همون ایالتی که DB گرفتیم و این باز خیلی وابسته به این هستش که شما برای چه مدت کلاس زبان رو ثبت نام می‌کنید. میتونه کلاس زبان 500-600 یورویی باشه یا اینکه مثلا کلاسی که ما ثبت نام کرده بودیم 3000 یورو بود اون موقعی که ثبت نام کردیم. شما بر اساس کلاستون بین 500 تا 3-4 هزار یورو بیشتر نمیشه کلاس فاخ ثبت نام می‌کنید و پس این مورد هزینه ای هستش که شما دارید. ولی خب باید اینا رو در نظر بگیرید. مثلا هزینه امتحان فاخ و هزینه امتحان کنیس هست که یه چیزی رو حدود 1200 یورو براتون میفته. پس مجموعاً بخوایم بگیم شاید بین 7 تا 8 هزار یورو تقریبا این مسیر کلاس زبان رفتنتون تو ایران، ترجمه مدارکتون، فرستادنش و کلاس زبانتون اینجا و امتحانات بشه. ولی خب این نکته باید بگم که شما بخشی از این هزینه ها رو بعد میتونید پس بگیرید، یعنی کلاس زبانتون، امتحاناتتون که کامل برمیگرده، یعنی اون 1200 یورو که تقریبا کامل بهتون برمیگرده، کلاس زبانی که ثبت نام که حتی ترجمه هایی که توی ایران کردین اگر فیشاشو داشته باشه، این همه هزینه هاش رو میتونید بخشش رو برگردید. یعنی این نکته رو بگم. ولی تا امتحاناتتون شما 7-8 هزار یورو جدا از هزینه زندگی داریم میکنیم هزینه مهاجرتی دارید. و اگر برای هزینه زندگی بگم، چون مجددا خب اینجا اینجوری نیست که عموما ما کار داشته باشیم که اومدیم و باید توی این پروسه تا شروع کارمون یا حالا رزیدنتیمون بین 6 تا 1.5 سال، اگر میگم امتحانات تا 6 ماه تا 1.5 سال، اگر امتحانات رو بار اول قبول بشین برای کسی که تقریبا شروع به کار میکنه در نظر داشته باشید. پس حالا این باز وابسته به این هستش که شما میخواین چجوری زندگی کنید. ولی اگر بگیم در یه شهر کوچیک و کمترین هزینه هستیم، الان 700 یورو دیگه بدترین چیزی که بتونم در نظر بگیرم، واقعا میتونم بگم تا مثلا 1500 یورو شما باید در نظر داشته باشید برای یه زندگی که برای شروع زندگیتون. پس اینو باید بدونید 6 ماه
تا 1.5 سال ممکنه شما توی میگم میانگین 1000 یورو نیاز داشته باشید برای زندگیتون. پس یعنی بین 6000 تا این بره تا 15000 یورو هم اینجا مجددا نیاز دارید. اگر بخوام بگم اگر شرایط رو اینجور در نظر بگیم که یک نفر نتونه وارد کار بشه و بخواد بعد از امتحان یا نخواد وارد کار بشه، شما تقریبا یک 23 هزار یورو پروسه که از شروع مهاجرتتون تا شروع کارتون میتونه بشه. ممکنه خیلی خیلی کمتر بشه، یعنی مثلا همه چی میتونه نصف باشه همه اینا که گفتم، ولی میانگین چیزی که حداقل دارم میبینم یه چیزی که شما نیاز به 15 تا 25 هزار تا اون شروع کارا دارید واقعا. خب خیلی زیاده. الان خوشحالم در این لحظه خوشحالم که نیومدم آلمان هزینه، ولی خوب این خوبی رو داره که حالا یه مقدار زیادی رو پس میدن. خیلی خوبه. انگلیس هیچی بهتون پس نمیدن. خب ولی خب من هزینه ها رو شروع کنم بگم. خب من هزینه کلاس زبان رو نمیدونم حقیقتا و نمیگم چون خیلی متنوع و خب مثلا آلمانی مثلا یه جور مثلا نظره گرفتم آقای فلانکی توی اینستاگرام تبلیغ میکنه ساعتی 3 میلیون میگیره، یکی هم از خودش میخونه و خب حل میشه. اگه آیلتس بدن نمیم آیلتس بین 200-300 پوند میشه، ولی خیلی تصمیم میگیرن اویتی بدن چون آیلتس نمره آوردنش خیلی ساده نیست و طرف مجبور میشه 2 بار یا 3 بار امتحان رو بده. اویتی خب خود امتحانش همون 300-400 پونده. بعد از اون چون امتحان ایران برگزار نمیشه یه هزینه رفت و آمد به یه کشور دیگه هست که خب تو بهترین حالت دادن فقط بره که ترکیه امتحان رو بده برگرده، یک روز هم بمونه، قاعدتا نزدیک یه 500-600 پوندی هزینه میشه آن تاپ آف همون اویتیه، یعنی حدود 1000 پوندی دستشو میگیره. فرض کنید هیچ کلاسی هم برای اویتی نرفته باشه و خودش مونده باشه. امتحان اویتی که تموم بشه برای پلبا کلا پلب 1 و پلب 2 خود امتحانا حدوداً 1200 پوند اینطورا میشه. برای پلب 2 اغلب همه کورس میرن که اونم 600-700 پوند میشه و برای پلب 1 اغلب همه یک بعد سوال میخرن، سابسکریپشن سوال میگیرن که اونم تقریبا یه بین نهایتاً 100 پوندی میشه. یعنی بخوام بگم پلبا نزدیک 2000 پوند هم پلبا میشن بدون شما اگه اینکه دوباره برای ویزا آره اینا ویزا که برای پلب نه اینا ویزا نیست، اینا فقط پلب و اویتی تا اینجا 3000 تا فکر کنم اگه شما 3000 تا شد. بعد یکی هزینه تایید مدارک هست که تقریبا 250 پوند اینطورا میشه. یکی هزینه ویزا هست که هزینه ویزای توریستی که میخوایم پلب 2 بدیم که خب خود ویزا بستگی داره باز به 1001 داستان که خب اولا مدارک باید ترجمه بشه همه اینجا دیگه. من ترجمه مدارک رو در نظر نمیگیرم بخاطر اینکه خب خیلی متفاوته، ولی ویزا حدودا 200 پوند هم هزینه ویزا میشه. بعد شما فرض کنید خب به هر حال دیگه بعد بلیط بگیرین بیاین ببخشید من یادم رفت اینو برای پلب 1 بعد یه جای دیگه امتحان بدین و چون دبی هم گرونه باز شما دوباره 600-700 پوند هم اینجا باید هزینه کنین. بعد شما باید بیاین انگلیس که خب الان اگه با ایرانه بخواید بیاین و برگردین 700 پوند باید بدین. بعد که اومدین انگلیس خب به هر حال خیلی ها کلاس که میرن باید یه جا بمونن شب دیگه. اگر که کلاستون رو لندن برین که خب لندن سر میبرن دیگه، شبی از 70 پوند باید حساب کنین روی جای اکامودیشنی که میمونین با خورد و خوراک و رفت آمد و دیگه همه چی هم خیلی چیز باشه تقریبا روزی 100 پوند خرج طرف میشه. چه مدت ولی خب میشه کلاسه؟ والا کلاس ها اغلب 2 هفته است ولی خیلی ها الان آنلاین میدن یعنی مدت زمان کم میکنن. در این حین خیلی ها تصمیم میگیرن که دوره های حالا ابزروری برن. دوره های ابزروری باز خودش هزینه داره از 2 جهت. یکی اینکه شما بمونید تو انگلیس، خب این هزینه است، یعنی هر ثانیه که میمونی به ازای هر مولکولی که نفس میکشی باید تکسشو بدی و پولشو بدی. خب دوره ابزروری اغلب 1 ماه میرن. خب اون 1 ماه که بخواید بمونین، اگر که من لندن رو در نظر نگیرم بخواید تو شهر کوچیک‌تر آدم بخواد بمونه تقریبا 1 ماه 800 خوردی اینا هزینه خود موندن میشه. و خب دوره ابزروری اغلب یه پول کوچیکی هم باید برای حالا کار اداریش و این حرفا بدین که از مثلا از 0 پوند میتونم بگم هست تا 1000 خوردی، ولی غالبا بین 100 تا 200 تا هزینه این میشه. بعد با فرض اینکه همه اینا به خوبی و خوشی گذشت و شما خواستین رجیستر بشین، اگر 4 سال از فارغ التحصیلیتون گذشته باشه 450 پوند پول رجیستریشن باید بدید. اگر کمتر باشه تقریبا 200 پوند پول رجیستریشن میدین.
بعد از اینکه حالا اینا باز عدد رافه، هیچ کدوم عدد دقیق نیست. و بعد دیگه دنبال کار می‌کردین. حالا بعضی اوقات میتونین ویزاتون رو اینجا عوض کنین. اگه بخواین ویزا رو اینجا عوض کنین خب قاعدتاً هزینه پرواز به ایران و اینا رو ندارین. ولی خب اگه بخواین بیان ایران یا جای دیگه برین ویزا بگیرین خب این هزینه هم اضافه میشه. ویزای کار بخواین بگیرین بازم 400 پوند ویزای کاره. همین دیگه. خب این چیزی که تقریبا من اینجا جمع زدم اینجوری بود که اگر اون ابزروری رو نخوان داشته باشن این چیزی روی 6000 تاست و اگر بخوان داشته باشن تا 8000 تا و طبعا در نظر بگیرن که براشون هزینه داره و اینا خب ولی خب هیچ چیزو پس نمیدن. آره اینا تو شرایط عادی هیچ امتحانی نیفتی، مثلا پلو 2 خود امتحان 900 خوردی هست، شما اگه مثلا پلو 2 رو بیفتی خب دوباره 900 خورد باید هزینه کنی تا این ویزا بگیری و این داستانا. یعنی ولی خب به نسبت آلمان واضحا هزینه کمتری داره. ولی خب به خاطر اینکه خب شروع کار خیلی جالبه که خب شما تقریبا بعد از امتحان‌ها شروع به کارتون سریع‌تر هستش و خب مطمئنا این باعث میشه که یه نکته دیگه هم هست اینه که خب چون خیلی‌ها هستن که تو ایران هستن این کارشون رو دارن تو ایران، خب یعنی مثلا فقط مرخصی میگیره طرف و میاد امتحانش رو میده دوباره برمیگرده میاد ایران. یعنی شما میتونین تا روزی که میخواین بیاید انگلیس کارتون رو تو ایران ادامه بدین. اینو توی برای آلمان هم هست. برای آلمان شما میتونین نیاین بمونین. بعد از اینکه شما وارد آلمان شدید حالا ویزا گرفتید اومدید میتونید برای تا امتحانا فقط بیاید و امتحانا رو بدید. خب خیلی هستن که تو ایران، ولی برای آلمان به خاطر اینکه با زبان آلمانیه یه مقدار خیلی توصیه نمیشه که آره که خب وقتی حالا جدا از تو محیط و وقتی تو ایرانی تقریبا خود داری کارم میکنی خیلی دیگه تایمت کم میشه برای خوندن امتحانا و این باعث میشه که خب هی دوباره حس میکنی که داری خب پول در میاری و ولی هی پروسه طولانی تر میشه. نه منطقه. آره اینجوری که دیدیم. پس تا اینجا فکر کنم چون که داره تایممون اونجوری میشه خیلی بپردازیم حالا به این که شما وارد کار میشید بعد از اینکه شغل پیدا کردید، ولی هنوز این رزیدنتی نیستش، درسته؟ آره نه اینجا رزیدنتی نیست. من یک بریف سیستم آموزشی یوکی رو من توضیح بدم بخاطر اینکه این چیزه. سیستم آموزشی یوکی اینه که شما وقتی پزشکی رو تمام کردین 2 سال فاندیشن پروگرام می‌گذرونین که معادلش میشه اینترنی ایران. ما که ایران اینترنی گذرونیم لازم نیست اینترنی رو بگذرونیم، این فاندیشن پروگرام رو لازم نیست بگذرونیم. و بعد از فاندیشن پروگرام به صورت روتین به صورت روتین آدم وارد چیز میشه، اسپشیالتی ترینینگ میشه. اینجا رزیدنتی نمیگن، بهش میگن اسپشیالتی ترینینگ که خب هر اسپشیالتی ترینینگ حالا داستان خاص خودشو داره. یوکی یه سیستمی که داره اینه که شما میتونین هر لحظه که خواستین از سیستم ترینینگ آفیشال خارج بشین و به صورت نان ترینینگ خودتون تو سیستم برین جلو. خب قاعدتا سختی خودش رو داره بخاطر اینکه خودتون باید پیگیر همه چی باشین، هیچکی برای شما دل نمیسوزونه، ولی که این کار شدنیه. و خب خیلی از بریتانیایی‌ها هم خودشون حتی تصمیم میگیرن که از این ترینینگ خارج بشن و مثلا یه مدتی فشار ترینینگ رو نداشته باشن، کمتر کار کنن، حالا به هر دلیلی از ترینینگ خارج بشن و حالا با اون سیستم بیان بالا. حالا اتفاقی که میفته وقتی که ما از ایران میایم، فرض کنید که یک پزشک عمومی هستیم و متخصص حالا کار ندارم، به عنوان یک پزشک عمومی شما میتونین توی رشته‌های مختلف تخصصی به عنوان کسی که حالا معادل کسی که سال دوم اینترنیه یا معادل کسی که سال اول و دوم رزیدنتیه، اینا حقوقشون توی یه مایه هاست تقریبا. به همه اینا یک عنوان میگن SHO. حالا اگه کسی دیده باشه مثلا چیزای من همچنین میگم زندگی یک SHO خیلی بدبختانه است مثلا این حرفا، به عنوان SHO میتونه بیاد کار کنه تو ایران و کار کنه تو انگلیس و کار پیدا کنه. ولی این دلیل نمیشه که شما تو تخصص باشین. شما شاید مثلا یک SHO بشین توی جاب مثلا ارتوپدی SHO بشین، ممکنه که توی جاب زنان بشین، توی جاب اطفال بشین، توی جاب داخلی بشین، ولی شما تو ترینینگ اون رشته نیستین و برای ترینینگ اون رشته انگلیس تو مایه‌های ایران میتونم بگم یه پروسه نشناله. یه موقع خاصی از سال اپلیکیشن باز میشه، یه موقع خاصی از سال اینترویو هست، امتحان هست، همه اینجور چیزا هست و یه پروسه نشنال کاملا و اینجور نیستش که دست شخص خاصی، بیمارستان خاصی یا اینجور چیزا باشه. بس حالا چند تا سوال هستش. اول اینکه اگر دوست دارید نمیدونم درباره اینکه همون حقوقی که تقریبا گفتید برای حالا معادلش میشه اگه بگید، چون 90% سوالا کلا همیشه خب روی این میگرده که حقوقا چطور هست بین این کشور.
ببین اگر که شما تو ترینینگ باشین یا تو ترینینگ نباشین حقوقتون فرقی نداره، مادامی که شما خب اون سابقه کارتون باشه. تو انگلیس جامپ های حقوقی داریم، یعنی شما تو اینترنی یه حقوقی میگیری، استی 1 و 2 باشی یه حقوقی میگیری، استی 3 4 باشی یه حقوقی میگیری. کلا جامپ های حقوقی هست که اتفاق میفته. برای یه کسی که از ایران میاد فرض کنیم یک کار فول تایم داشته باشه، کار فول تایم که منظورمه یعنی که لانگ دی داشته باشه، شب داشته باشه، ویکند داشته باشه، همه اینجور چیزا، بعد از تکس و همه این داستانا که کم میکنم که خیلی زیادم هست، تقریبا 3000 خوردی ماهانه به یک نفری که SHO میدن. و خب قاعدتا شما همینطور که سابقه کارتون میره بالاتر حقوقتون هم میره بالاتر. و خب اگه برین تو ترینینگ هم باز اگه سال ترینینگتون بره بالاتر، مثلا من الان ST1 هستم عملا، مثلا وقتی من ST3 بشم حقوقم بیشتر میشه. یعنی فردی که از ایران مستقیم اومده میتونه روی حقوق اینطوری تقریبا حساب کنه که ماهی 3000 تا میتونه حساب کنه. ساعت کاری رو میتونه همینجا تقریبا بگی که میانگین ساعت کاری چقدر هست؟ ببین فول تایم تو انگلیس از 37 ساعته، ولی خب هیچ پزشکی فول تایم 37 ساعت نیست. ما فول تایممون 40 تا 48 غالبا. خب و تو ترینینگ، توی غیر ترینینگ اینا فرق نداره. فول تایم بخوای کار کنی کانترکت های جونیور دکترایی که میبندن 48 ساعته. همین خاطر 48 ساعت کار میکنی. حالا مدل‌های مختلف کاری هست. یه سری کارا هستش که 9 to 5 از اغلب همون 9 صبح تا 5 عصر که خب کار ایدئاله. یه سری کارا هست لانگ دی، مثلا شما تا ساعت 10 شب میمونی. توایلایت که 2 ظهر میای 12 شب میری. نایت، ویکند، مدل‌های مختلف کاری هست، ولی جمع اون هفته شما میشه 48 ساعت. حالا ممکنه یه هفته مثلا 20 ساعت کار کنی، یه هفته 70 ساعت کار کنی، ولی مهم اینه که میانگین اون ساعت ها بشه 48 ساعت. پس اینجوری نیستش که شما یه عنوانی به عنوان کشیک باشه که پول جدایی داری براش میگیری مثل آلمان؟ ببین آقا اینجوری هستش. خب در واقع ما یه بیسیک پی داریم. خب یه دونه وقتیه که مثلا نایت وای میستیم و این چیزا، کسی که پزشکی که کلا کانترکت نایت و ویکند و اینا هست، خب اون اضافه میشه به حقوقش. مثلا اون نمیدونم ساعت 19 خونده، مثلا ساعت 24 خونده. متوجه شدم. و اینکه یک ماه چند روز تعطیلات دارین با این 48 ساعت کار؟ ما با 48 ساعت کار 27 روز تعطیلات داریم که خب به علاوه ویکند ها و به علاوه تعطیلات رسمیه که خب به نظر من میزان خوبیه. یعنی برای یک کسی که حالا داره فول تایم کار میکنه میزان خوبیه. خب علاوه بر اون قابلیت های دیگه هم هست. میدونم سیک لیو داریم، تا 1 ماه میتونیم سیک لیو داشته باشی، ماترنیتی لیو و نمیدونم برای حتی پترنیتی لیو و همه اینجور چیزا هم که قاعدتا هست، یعنی جزء قانون کار کل اروپا. درست. پس حالا 2 تا سوال دیگه بپرسم، منم حالا توضیح درباره آلمان بدم. این که همه اون 2 تا امتحانی که قبلا دادین، پس امتحانی نیستش که مربوط به این باشه که شما وارد چه رشته رزیدنتی میشید و یه امتحان جدایی شما بعداً دارید که باید اونو بدید بر اساس نمره اون و حالا همه امتیازاتی که میگیرید وارد رشته خاصتون بشید. کلا پروسه رجیستریشن با پروسه تخصص 2 تا داستان کاملا جداست در سال آلمان. درست. و یه سوال دیگه هم که دارم اینه که مثل شما تیتل دکتراتون رو حفظ میکنین یا مثل آلمان مجددا باید پایان نامه دفاع کنید؟ برای تخصص نه به کلی اجازه داری الان دکتر، یعنی چون که ایران درس خوندی اجازه داشتن تیتل دکتر رو داری یا ما تو آلمان اجازه نداریم؟ نه ما باید وقتی که رجیستر بشی کلا همه مکاتبات دکتر فلانیه. البته قبل از اینکه رجیستر بشم دکتر فلانیه همه مکاتبات، ولی خب بعد از کاملا غیر قانونی. خب حالا پس من همین پروسه رو یه مقدار توضیح بدم. اینجا خب شما تقریبا باید در نظر بگیرید، گفتم اگر قبل از امتحان اپروباسیون این کار میکنید جزء سالهای رزیدنتیتون نیست، ولی تقریبا هم حقوق رو دارید میگیرید تقریبا. و حقوق هم بخوام بگم دقیقاً برای کسی دارم میگم که تو ایران هم سابقه کار نداشت، چون سابقه کار ایرانتون هم تاثیر میذاره که توی چه اشتوفه قرار بگیرید. تو ایران سابقه کار نداشت و اومده اینجا داره کار میکنه و میتونم بگم دقیقاً بعد از کسر مالیات و بیمه که حالا خیلی خوب نیست این مدل نتو گفتن بعد کسر، چون بر اساس اینکه ازدواج کردید یا بچه دارید یا ندارید یا همین خوب مالیات تاثیر میذاره، ولی دقیقاً 3000 یورو تقریبا براتون میمونه، ولی میتونه بیشتر باشه. ولی بر اساس اینکه شما کشیک میدین، کشیک ها اینجا 4 تا 5 تا کشیک توی ماه هستش اگر جایی باشید که قراره کشیک بدید.
و به ازای هر کشیک شما پول جدا دریافت میکنید تو اکثر بیمارستان‌ها و این بر اساس اینکه اون بیمارستان چقدر سخته کار داره کشیکش تو چه رشته کار میکنه میتونه یه پول خیلی خوب باشه. یعنی مثلا 2000 خورده یورو جدا از حقوقتون براتون بیاد. یعنی مثلا شما یه حقوق 5000 تایی پس داشته یا اینکه خب بیمارستان کشیکش خیلی رسته خیلی آفه و اون وقت مثلا ممکنه شما فقط 400 یورو کلا برای 4 تا کشیکتون دریافت کنید. یعنی بر اساس اینکه میگم چقدر دارین کار میکنین هم موقع بهتون پول کشیکاتون میشه. ولی میگن حقوق 3000 یورو رو شما دارید. ولی گفتم بیشتر اینجوریه که بچه‌ها این شانس رو ندارن که قبل از فاخ کار کنن. خیلی ها باز هم بعد از اینکه فاخ رو دادن مجبور میشن توی یه سری رشته‌های خیلی محدودتر یا یه سری شهرهای محدودتر کار کنن. تو شهرهای بزرگ تقریبا بیشتر اوقات اینجوریه که شما باید امتحان اپروباسیون رو داده باشین و بعد شروع به کار کنین. پس بعد از اینکه شروع کردن مجددا حقوقتون رو میتونم بگم یه چیزی بین همون 3000 تا 3500 تا میتونید در نظر بگیرید. بعد اینکه شما ساعت کاری اینجا در اکثر بیمارستان‌ها 40 ساعت هستش و اینجا خب شما تو بیمارستان و مطب میتونید رزیدنت باشید. فرقی نمیکنه اون مطب اگر این شرایط مدرک این که میتونه رزیدنت بگیره رو داشته باشه شما میتونید توی مطب، نه همه مطب‌ها ولی میتونید توی بعضی از مطب‌ها هم رزیدنت باشید. 40 ساعت در هفته است. یه سری جاها ممکنه تا بیشتر از اون باشه ولی خب خیلی استثناء. مرخصی ها اینجا دقیقا اگر که 40 ساعت کار کنید بین 27 روز تا 30 روز هست. ولی تا 48 ساعت من یه جای رفته بودم 34 روز میشه. یعنی بر اساس اینکه خب چیزاتون چطوری هستش شرایط کاریتون همینطور بیشتر میشه. تعطیلات که خب شنبه و یک شنبه هست که تعطیل و تعطیلات رسمی هم که تعطیل هست. کشیکا بیشتر جاها 24 ساعته هستش. فردای کشیک شما آف میشین ولی خیلی از جاها کشیکا ممکنه 12 ساعته باشه. بعضی از جاها کشیکا رو 3 نفر در یک روز یعنی کشیکا تقریبا 8 ساعت کار میکنن. باز بر اساس اینه که شما کجا دارین کار میکنین خیلی متفاوت میتونه باشه. شما اجازه استفاده از تیتل دکتر رو ندارید و اصلا هیچ اجازه استفاده نمیشه. اگر میخواهید که تیتل دکتر داشته باشین 2 تا راه دارین. یا اینکه پایان‌نامه ایرانتون رو بفرستید برای نظام پزشکی و بعد از یه پروسه طولانی بتونید تیتل دکتر یونی این پرانتز ایران داشته باشین و یا اینکه مجددا اینجا بتونید پایان‌نامه بردارید که اصلا خب خیلی کار راحتی نیست. پایان‌نامه بنویسید دفاع کنید و تیتل دکتر بگید. یعنی اینجا نمیخوام بگم در واقع ام دی رو بگذرونین. ببین اینجا اینجوریه که حتی مثلا میتونم بگم 60% واقعا میتونم بگم بچه‌ای که اینجا پزشکی خوندن یعنی آلمانی هن یا هر جایی هستن ولی اینجا پزشکی خوندن تیتل ندارن. چون اینجا تقریبا اینجوریه که طرف میگه من برم رشته تخصصی که دوست دارم رو انتخاب کنم. مثلا میخوام پوست برم، میخوام داخلی، میخوام چشم و بعد توی اون تخصص شروع میکنن تازه پایان نامه نوشتن. یعنی اینجوری نباش فکر نکنیم ما چون از ایران اومدیم تیتل نداریم مثلا. و خیلی از آدم‌هایی که مذهب دارن هم یعنی خیلی از آدم‌ها تیتل ندارن. یعنی مگر اینکه شما بخواید توی مثلا پروسه اونیکلینیکا بیمارستان دانشگاهی استاد بشید و اینا خیلی ممکنه بشه. در غیر این صورت خیلی از آدم‌ها اینجا آلمانی هستن و مطب دارن موفقن ولی دنبال یعنی پروسه جداییه تقریبا با اینکه شما پزشکی خوندین هستش. ولی اگر داشته باشین رو حقوقتون تاثیر میذاره. یعنی اینو بگم که بعدها که وارد کار میشه رو حقوقتون تاثیر داره. این تا اینجا چیزی هست که توی پروسه حقوق و شرایط کاری نگفته باشم؟ نه به نظرم خیلی خوب توضیح دادی. خیلی شرایط کاری خیلی خوبه. من خیلی خوشم اومد از شرایط کاری تو آلمان. آره مدل رزیدنتیش هست. ولی چیزی که من تو اینترنت حالا این چند روز سرچ می‌کردم داشت میگفت که وقتی رزیدنت هستی یا هر چیزی که چند تا مقاله یعنی من کسایی که تجربهشون نوشته بودن ولی آلمانی بودن این که وقتی رزیدنت هستی یه مقدار شرایط رزیدنتی اینجا بهتره، حقوق‌ها بهتره، کار ساعت کاری کمتره. ولی وقتی که این پروسه رو میری و مثلا در ادامه مثلا به عنوان کسی که حالا اینجا مثلا اوبارت میگه یا مثلا استاد یا حالا کسی که مطب داره حالا یا آره نگاه میکنی داشت میگفت که شرایط انگلستان بهتر میشه. حالا نمیدونم واقعا چقدر واقعیت چون ندیدم دورن در آینده قرار چطور بشه ولی چیزی هستش که دیدم از من حقوقی به خصوص بعدها یه مقدار انگلستان انگار بهتر میشه. آره اینجا یه جامپ حقوقی خیلی خوبی هست بعد از اینکه یعنی کانسالتنت شدن که خب مسیر خیلی طولانی هم هست. تا سال اینو نگفتیم که رزیدنتی یا حالا نمیدونم حالا پروسه انگلیسشون جدا چند سال طول میکشه این پروسه چه جوری هست تا شما بتونید انگلیس رشته‌های مختلف
تایمش فرق داره. حالا فرض کنیم که من به صورت روتین خیلی از من میپرسن که من امتحان پلبو دادم بعدش میتونم بیام وارد تخصص بشم. خب این که جوابشو گفتم که پلب ربطی نداره، یعنی شما رجیستریشنتون ربطی به این داستان نداره. شما میتونید سر تایم مشخص برای تخصص اپلای کنید، خب که 2 بار در سال اغلب هستش، ولی همون بار اول یعنی نوامبر هستش که بار اصلی رانده یکه. بقیهش میشه راندایی که حالا اگه جابی مونده باشه، پوزیشنی تازه باز شده باشه، اینا اضافه میشه. اغلب پوزیشن‌ها تو همون رانده یک ارائه میشه. حالا بر اساس هر رشته پروسه اپلیکیشن متفاوته. یه سری رشته ها فقط امتحان دارن، یه سری رشته ها فقط پورتفولیو دارن، یه سری رشته ها پورتفولیو و اینترویو و امتحان و همه چی دارن. مثلا یه رشته مثل رادیولوژی یا چشم، یه رشته‌هایی که خیلی کامپتیتیو هستن و علاوه شما باید پورتفولیو داشته باشین، امتحان داشته باشین و بعد از همه اینا تازه شورت لیست میشین برای اینترویو که خب 7 خانه رستم هستش واقعا. بعد بر اساس اینکه حالا کدوم رشته هستین طولش فرق میکنه. اگر شما تصمیم بگیرید جی پی بشید که پزشک خانواده هست، در واقع خیلی خیلی رشته خوبیه، خیلی درآمد خیلی خوبی داره تو یوکی. 3 سال بیشتر نیست، ورود بهش اصلا کامپتیتیو نیست مگر که حالا لوکیشن خیلی خاصی بخواین قبول بشین یا حالا داستان خاص داشته باشین. خیلی دیمند بالاست، خیلی آینده کاری خیلی خوبی داره تو یوکی که خیلی از الان از بچه ایرانی هم خیلی دوست دارن، خیلی طرفدارش، چون که ما همه خسته ایم از این مسیر مهاجرت. بریم جی پی 3 سال بیشتر نباید که از اون 3 سال هم حتی 1 سالش فقط تو بیمارستان هستن و 2 سالش توی پرکتیس جی پی هستن. این جی پی هستش. رشته های دیگه، رشته های داخلی خیلی طول و درازن، اغلب بین 6-7 سال طول میکشن. مثلا من گوارش رو مثال میزنم که شما باید 3 سال داخلی بخونین، 3 سال آی ام تی بخونین، همین رشته که من هستم الان، و بعد از اون باید 4 سال مثلا گوارش جدا بخونین که خب یه چیز مایه ایران میشه دیگه، شما 4 سال اونور میخونین بعد اینجا. ولی خب همزمان یه سری رشته دیگه هستن که شما باید براش داخلی بخونید. مثلا پوست اگه طرف میخواد بیاد بره بعد داخلی بخونه، اگه نمیدونم کاردیولوژی میخواد بعد داخلی بخونه، نورولوژی بعد کاردیولوژی بعد داخلی بخونه، ژنتیک نمیدونم میکروبیولوژی، خیلی چیزا هستن که شما باید داخلی بخونه. و برای رشته جراحی دارم بعد اول جراحی عمومی بخونه یا نه؟ بله، رشته جراحی هم بعد 2 سال جراحی رو مثلا بگذرونن. رشته جراحی 2 ساله، 3 سال نیست دیگه مثل داخلی. مثلا ارتوپدی 2 سال بعد جراحی بگذرونن، بعدش برن 4 سال، یا ای ان تی همینطور، یا یورولوژی همینجور. ولی خب مثلا چشم خودش مستقیم 7 سال، مثلا 6 سال جداست، رادیولوژی جداست، زنان خودش جداست، پاتولوژی خودش جداست. یعنی یه سری رشته‌ها خودشون همینجور طولانی هستن، همینجور 5-6 سال خودشون طولانی هستن برای خودشون. ولی خب مسیریه که هر لحظه شما میتونید تصمیم بگیرید از ترنینگ بیاید بیرون، خسته شدم از ترنینگ، اصلا نباید عوض شدم از ترنینگ. ولی اینجوری نیستش که بتونید رشته رو به این راحتی عوض کنین. باید مجددا از بسم الله اپلای کنین و بیاین اس 1 بشین که خب حقوقتون هم میاد پایین قاعدتا همونطوری. و همین. آره، منم حالا یه توضیح بدم این هستش که نه اینجا خب شرایط خیلی اینطوری نیستش. یعنی بیشتر رشته ها میتونم بگم 5 ساله، ولی اینکه شما توی اون 5 سال بتونید اون لاگ بوکی که هست و اون آیتم هایی که باید پر بشه رو پر کنید، خب خیلی وابسته به این هست که شما رزیدنتیتون رو کجا گذروندید، چطوری دارید میگذرونید و اینها. و به خاطر همین وقتا میشنویم که خب مثلا میگن اینجا چون اگر جراحی قلب میخونی ممکنه تا 10 سال تو آلمان طول بکشه. خب به خاطر این هستش که منطقیه ممکنه اون تعداد جراحی یا اون کارهایی که لازم هست رو نتونید توی اون 5 سال انجام بدید. وقت خوب یعنی یه وقتا اینو به عنوان بدی خیلی زیاد میگن که طولانیه، ولی خب باید در نظر بگیریم که اگر بخواد این نباشه پس دوباره مجبوریم که 10 تا کشیک تو ماه بدیم که بتونیم اون تعداد جراحی رو بدیم. وقتی 4 تا کشیک تو ماه هست حتی توی رشته سنگین، خب مطمئنا تعداد مریضی که دارین انجام میدید، تعداد جراحی میاد پایین‌تر، پس ممکنه مسیر طولانی تر بشه. ولی بودن کسایی که تو هم 5 سالم بتونن این کار رو انجام بدن. ولی به صورت کلی بیشتر رشته 5 ساله هست. اینجا پزشکی خانواده بازم همینه، خیلی رشته پردرآمدیه و به نسبت خب لایف استایل خیلی خوبی داره، ساعت کاری پایین‌تری داره و ولی بازم 5 ساله است. یعنی اینجوری نیستش که تایمش کمتر باشه. ولی اینجوری نیست که شما اگر بخواید مثلا قلب بخونید حتما باید قبلش داخلی بخونید. اینجوری نیستش. یه سری جاها شما باید داخلی بخونید بعد برید گوارش، یا بعد که اون وقت 2 تا 3 سال فقط بعدش میخونید. ولی میتونید مستقیما وارد هر کدوم از اینها بشید. رشته جراحی دارو مستقیم میتونید وارد، جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب، ارتوپدی، هر کدوم از اینا مستقیم میشه وارد شد.
و یکی از خوبیایی هم که داره همین جابجایی بین رشته. اینجا تقریبا ممکنه شما اگر بتونید نظر اون رئیس بخش رو جلب کنید، میتونید از داخلی وارد چشم بشید، از چشم وارد پوست. اینجا خیلی کلا خود اروپایی‌ها چون براش مهمه. ما تو ایران واقعا اینجوری نیستیم که چیزی که من دوست دارم هر فردی دوست داره باید مسئله باشه که آدم میتونه بهش برسه. و اگر بتونید رو نشون بدید که خب من واقعا مثلا چشم رو دوست داشتم، براش تلاش کردم، تا الان نتونستم واردش بشم یا به هر دلیلی واردش نشدم، میتونید واقعا این شانس رو دارید که این کار رو انجام بدید. همین. خیلی فوق واقعا. درسته که آلمان یک اون بریر بزرگ زبان رو داره و اینکه حالا یکم هزینه داره، ولی حقیقتا شرایط رزیدنتی خوندن توی آلمان خیلی شرایط خوبیه. من یعنی به عنوان شخصی که حالا با هم جدا صحبت کردیم و مقایسه کردیم، واقعا به نظرم خیلی شرایط راحت تریه برای ورود. حداقل چالش‌های خودش رو داره همونطور که گفتی، ولی خیلی خوبه، آدم میتونه تجربه‌های مختلفی کسب کنه. ولی انگلیس واقعا میتونه بعضی رزیدنت‌ها خیلی کامپتیتیو باشه. خیلی پرسیده بودن که مثلا میشه رشته‌های مثلا لوکس وارد شد این حرفا، که من همینجا باید بگم که رشته‌های لوکس در ایران، رشته‌های لوکس در انگلیس هم هستن و واقعا ورودشون سخته. حالا انگلیس تلاش کردن آدم بهشون میرسه، یعنی اینجوری نیستش که خیلی سابجکتیو نیست و شما اون کرایتریاها رو داشته باشی، امتحانا رو خوب بدی، اینترویو تو خوب بدی، میتونی بهش برسی. ولی که مثلا فکر کنم آلمان یکم داستان متفاوت تر باشه. آره این یعنی رشته لوکس هر جای بریم به نظر لوکسه. خب به خاطر اینکه شرایط کاریش کمتره، نوتفال و شرایط اورژانسش کمتر هستش و درآمدش بهتره. اینجا اینجوری که خود آلمانی‌ها خب خیلی دوست دارن وارد این رشته بشن، یعنی پوست، چشم و رادیولوژی و گوش و حلق و بینی حتی، یعنی رشته‌هایی که نوتفال کمتری دارن و شرایط حقوقی خیلی متفاوت‌تری میتونن داشته باشن. واقعا وقتی نگاه میکنین توی پوست مثلا میتونم بگم واقعا 70% میتونم بگم که آلمانیان، ولی خب وقتی شما میخواین وارد داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی، حتی الان واقعا مثلا رشته‌های سختی مثل جراحی قلب، جراحی توراکس، جراحی اینجوری بشید چون خیلی سخته، باز حتی ورود بهشون راحت تر میتونه باشه بخاطر اینکه خب نمیخوان واردش بشن چون کارش سخته. ولی همه اینها اگر مثلا شما همیشه عاشق این هستید که مثلا رادیولوژی بخونید، میتونید تو اون پروسه‌ای که دارید میچینید بهش برسید. ممکنه 1 سال دیرتر، ممکنه 2 سال دیرتر، ولی واقعا میشه بهش رسید. حالا هر کدوم از این رشته‌ها یک کم شانس و یه مقداری که شما مسیرتون رو چجوری دارین پیش میبرید، چه پورتفولیوها کلاسایی رو دارین میدید و چجوری میتونید توی مصاحبه شف رو متقاعد کنید که شما مناسب هستید برای داشتن این رشته. و گفتم واقعا چون که اینجا مقدار شخص محور هستش، شانس همین مقدار دخیله که اونجا چطوری باشه. یه سوال برای خودم پیش اومد، الان میپرسم. شما فرض کن که مثلا 3 سال داخلی خوندی، حالا تصمیم گرفتی بری چشم بخونی، برگردی بیای شروع کنی چشم، حقوقت میفته یا که نه؟ ببین اینجا اینجوری میشه که اول اینکه تو بیشتر رشته ها 1 سال از اون دوره که خوندی، مثلا اگر 1 سال داخلی خوندی و حالا رفتی نمیدونم مثلا یه رشته دیگه، اون 1 سال حساب میشه تو بیشتر رشته ها. خب حتی مثلا پوست اینجوری بود که تا الان حساب نشد، ولی از این بعد اینجوری که 1 سال رو اگر تجربه کار دیگه هم داری اضافه میشه. ولی مثلا چشم اینجوریه که الان دیگه اینطوری نیست که سالهای قبلی کارت بشه، ولی شرایط حقوقی تو رو تو همون اشرفه بالا نگه میداره. و این خوبی که داره مثلا اینکه شما همین پزشک خانواده خونده باشید یا داخلی خونده باشید و بعد مثلا رفتین پوست، حالا بعدش میتونید هر دو تخصص رو بگیرید. یعنی وقتی که شما تخصص پوستتون تمام که همین امتحان تخصص پوست رو میدید، چون ما اینجا حالا نمیدونم اینم بعد حالا وقت شاید نشه، امتحان پایان تخصص داره آلمان. امتحان پایان تخصص که دادید میتونید هم برای پوست رو بگیرید و هم برای اون پزشک خانواده. حالا شاید یکی بگید چه فایده‌ای داره که خیلی بعداً برای مطب زدن میتونه براتون فایده داشته باشه. و حالا میگم اینو پروسه شما مثلا اینجا آدمایی داریم که تو 3 تا رشته متخصصن، حالا نه که خیلی از هم دور باشه این رشته‌ها، ولی متخصصن و خیلی بیشتر مانور رو اینه که من چی دوست دارم و واقعا علاقه دارم، علاقه واقعی آره بتونم برم تو گفتیم هی تخصص و خیلی از متخصصات بیچاره لایو بندگان خدا نشستن که منتظر ما صحبت کنیم، ما اصلا در موردش صحبت نکردیم و اوورتایم هم شدیم. ولی اگر که اوکی باشی بیاد در حد که 10 دقیقه در مورد این قضیه حرف بزنیم و دیگه خداحافظی کنیم. میخوام اول توضیح بدی که اگر که ایران یکی متخصص باشه باید چیکار کنه؟
آره حتما. اینجوری هستش که شما وقتی که تخصص هم دارین تو ایران، تو بیشتر مواقع اینو در نظر نمیگیرم که شما اینجا مثلا یه رئیس بخش آشنا دارید که بهتون مستقیم حالا با شرایطی قرارداد کاری میده و حالا شما شرایط دیگه‌ای برای ویزا گرفتن رو پیدا می‌کنید. ولی به صورت کلی 99% بچه‌های متخصصی هم که اینجا دیدم، شما باید همون پروسه‌ای که ابتدای لایو گفتیم که برای گرفتن ویزا هست، یعنی همه اون پروسه رو طی می‌کنید و ویزا می‌گیرید و بعد وارد میشید به آلمان و دوباره همون امتحانا، یعنی امتحان زبان تخصصی و امتحان اون دوم که برای دانش پزشکی هست رو باید بدید. بعد میتونید اون لاگ بوکی که خیلی مهمه که توی ایران دوره تخصصیتون رو باید یه جورایی بتونید اگر بشه منطبق بر لاگ بوکی که توی آلمان هست بتونید بگیرید، یا حالا یه لاگ بوک خوبی که گرفتید میفرستین برای نظام پزشکی. و اینجا واقعا باز خیلی در شانس شما، ایالتی که هستید و حتی اون فردی که داره پرونده رو بررسی میکنه چجوری باشه تاثیر میذاره. من اینجا الان مثلا میتونم به بچه‌ها بگم که کسایی الان هستن مثلا که کل 4 سال تخصصشون مورد قبول شده و وقتی خب این اتفاق بیفته شما فقط 1 سال، اگه تو تخصص 5 ساله هستی 1 سال تخصص رو میگذرن و برای امتحان پایان تخصص میدید و میشید فاخارت متخصص و ادامه روند. ولی کسایی رو میشناسم اینجا که صفر، هیچ از تخصصشون مورد قبول نشده و واقعا من نمیتونم بگم که چرا نشده. شاید لاگبوکی که آوردن نتونسته اون لاگبوک باشه متقاعد کننده باشه که چه تعداد هست، شاید واقعا هر چیز دیگه، یعنی به صورت کلی رد شده. من اینجا هم ایرانی و هم مثلا تو بیمارستان خودمون کلی از پزشکا از کشورهای هم مثلا ترکیه، آذربایجان اینها بودن که کل تخصصش مورد قبول شد و الان هم ایرانی تو رشته‌های مختلف میتونم که میشناسم که کل 4 سالشون مورد قبول شده یا بخشی مثلا 3 سال مورد قبول شد. اون وقت شما فقط بخش بقیه‌شو میگذرونید و بعد بر امتحان پایان تخصص امتحان میدید که خب این شانس بزرگه. بچه‌های متخصص بعضیاشون اونایی که توی ایران سالها کار کردن، هیئت علمی بودن، مطب داشتن، یکی از مشکلاتشون اینه که چون داشتن خیلی کار میکردن ممکنه یه مقدار سطح زبانشون پایین‌تر باشه وقتی میان و این مقدار درس خوندن برای اون امتحانا براشون سخت‌تر باشه. خیلی هم که فوق‌العاده، یعنی زودتر از همه امتحانا رو میدن و تموم میکنن. ولی به نظرم اینه که الان برای کسایی که متخصص هستن هم آلمان شرایط بدی نیستش، چون حتی اگر در نظر بگیریم که شما صفر، یعنی اصلا قبول نشه از دوره تخصص ایرانتون، چیزی رو از دست نمیدید، چون که خب دارین کار میکنین تو دوره رزیدنتی، حقوقتون دارین میگیرین و خب پیش میبرید و با اون تجربه‌ای که دارید واقعا جلویید و این خودش خب یه اتفاق خیلی بزرگه. اشتوفت هم میره بالا دیگه. دقیقاً اونقدر واقعا، یعنی میتونم بگم تا اینکه شما متخصص باشید اگر توی پروسه بیمارستانی بمونید و یا اینکه با اون اشتوفه بالا مثلا بخواید اونجا کار کنید، اونقدر تفاوت حقوقی ندارید تو خیلی از رشته‌ها، به خاطر همین که چیزی رو از دست نمیدید. پس الان پیشنهاد میدی به کسایی که رزیدنتن و دارن حالا پلن آلمانو میچینن بهشون پیشنهاد میدی که لاگبوک خیلی خوب و ترتمیز و جمع جوری داشته باشن؟ چیزا دقیقاً. خیلی خیلی عالیه، خیلی خوبه. حالا انگلیس، همونطور که من گفتم انگلیس 2 تا سیستم داره، یا شما تو ترینینگ هستین یا تو ترینینگ نیستین. وقتی تو ترینینگ هستین، حالا فرض اینترنی رو بذاریم کنار، تو ترینینگ یه تایمیش هست که شما جونیور هستین تو ترینینگ، یعنی سال 1 و 2 3، یه سالیش هست که شما سینیور شدین تو ترینینگ، یعنی مثلا سال 4 5 6 7 بعضن. خب حالا اینو ما همین رو منتقل کنیم که سیستم نان ترینینگ هم وجود داره. متخصصای ایرانی میتونن بیان و از جایی که به قولن ST4 باشه، انگار یک نفری که سینیور هست تو اون رشته هست شروع به کار کنن. خب ولی حالا داستانش چجوریه، از بیس چجوری میتونن این کار بکنن؟ از یک راهی باید رجیستر بشن. رجیستر شدن، حالا من یک ویدیو فارسی دقیقاً تو یوتیوب هم دارم و توضیح دادم که 3 راه میتونن رجیستر بشن. یک راه آسونش همین پلبا هست که خب حقیقتاً راه غیر چالشی هست. یک راه دیگهش راه امتحان رویال کالج اون رشته خاص خودشونه که این راه واقعا راهی که من خیلی توصیه میکنم، به خاطر اینکه به هر جهت باید اونا تو اون رشته تخصصی خودشون رویال کالج رو بدن وقتی میان انگلیس. یعنی اگه رویال کالج رو ندن اصلا نمیتونن، یعنی پیشرفت کاری اصلا ندارن. و حتی اینکه الان کار پیدا کردن یه مقدار چون چالشی تر شده، هر کسی که یک مرحله از این رویال کالج رو داشته باشه حتی کار راحت تر پیدا میکنه یا میتونن رویال کالج بدن. مشکلش فقط اینه که اولا مشکل پس ریتش خیلی پایینه، مثلا
مال داخلی پس ریتش مثلا 30-40%. ولی خب باز آدم قبول میشه. مثلا من خودم پارت یک رو واقعا خیلی سریع قبول شدم، 1 ماه خورده بیشتر درس نخونم و قبول شدم. و خب به هر حال هزینه برم هستش دیگه بعد جای دیگه، ولی امتحاناش تو یوکی هم فقط صرفا برگزار نمیشه، یعنی میشه جاهای دیگه هم رفت این امتحانا رو داد. یه راه دیگه هم هست، راه اسپانسرشیپه. خب که این راه ممکنه خیلی هزینه بر باشه، ممکنه میگم، چون بعضی جاها هستش که خیلی هزینه خیلی کمی میگیرن یا اصلا هزینه نمیگیرن و بهتون پولم برمیگردونن. اینجوری که یک لیستی داره تو سایت نظام پزشکی انگلیس، خب که اینها لیست کسایی هستن که میتونن اسپانسر رجیستریشن شما بشن. یعنی اون تراست قبول میکنه، اون بیمارستان قبول میکنه که شما بیاین انگلیس، زیر نظر اونا کار کنین، در ازاش اونا به شما رجیستریشن و یک سری آموزش میدن و همزمان شما اغلب این پروگرام‌ها پولیه و همزمان شما یک مبلغ هنگفتی هم بهشون میدین، مثلا بعضی اوقات 20,000 پوند هم هستش این مبلغه. خیلی پروسه چیزی هست، کامپتیتیوی هست، به شدت کامپتیتیو، یعنی اصلا پوزیشن پیدا کردنش بعضی اوقات اصلا راحت نیست. پوزیشن پیدا بشه مثلا یه پوزیشن نمیدونم 100 نفر اپلای میکنن، بعد آدم باید هزینه کنه برای مصاحبه. راهی نیست که بتونم بگم 100% میشه روش حساب کرد، ولی من همین الان یعنی همین دور و بری‌های خودم حداقل 5-6 نفر هستن که از این راه اومدن و حداقل یه نفرشون میشناسم که حتی هیچ هزینه‌ای نداده بابت این کار. بستگی داره به حالا رشته، اینکه اون پوزیشن چجوری باشه و این حرفا. اینم یه راه دیگه است برای رجیستریشن که حالا اطلاعات بیشتر بعد کسب کنن هر کسی میخواد. این از اون مسیره که رجیستر شدن حالا دنبال کار میگردن. حالا که دنبال کار میگردن میگن سینیور وارد میشن. جابایی که وجود داره اسمش هست کلینیکال فلو جاب. خب اینا به عنوان سینیور کلینیکال فلو وارد کار میشن و وقتی که اونجا کار میکنن دو حالت داره، یا تصمیم میگیرن که کانسالتنت بشن، یعنی همه میخوان تخصصی که ایران خوندن و به اضافه یه نمیدونم همه چی رو بذارن کنار هم و مثل یه یوکی، مثل کسی که تو بریتانیا فارغ التحصیل میشه تموم میشه درسش، مثل همون توی اسپشیالیست رجیستر بیان. اگه بخوان اون کارو کنن خب هزاران مدرک میخواد، از مدرک ایران بگیر تا نمیدونم لاگبوک ایران بگیر تا تک تک فایل، تا ایمیلی که میزنن به همکاراشون تو انگلیس، همه این کارا رو میخواد انجام. خیلی مدرک میخواد، ولی خب پروسه‌ای که شدنیه انجام میدن، خیلی هستن انجام میدن. مثلا من سوپروایزر خودم همین الان از همین پروسه از هند اومده و انجام داده. یا یه هستن که تصمیم میگیرن به عنوان SAS کار کنن، یه اسپشیالیست هستش، یکم حقوقش کمتره ولی همه کارهایی که میشه توی یعنی به عنوان یک کانسالتنت کرد اونا میتونن انجام بدن. راهش کاملا شدنیه و خب فقط تنها مشکلی که داره اینه که چون وقتی ایرانی هستن و حالا ایران کار کرد همه این کارا رو کردن، میان اینجا یه پوزیشن سینیور میگیرن و یه مقدار فشار کار شاید میگم سال اولشون خیلی زیاده. باز دسته به رشته داره، مثلا یه نفر که میاد داخلی شروع میکنه، چون که خب تو داخلی دارن بعد یه اورژانس مثلا بچرخونه، یه اورژانس باشن یه اورژانس باید بچرخونه، فشار کار واقعا زیاده چون با سیستم آشنا نیستن، نمیتونن. همه مثلا میگن که کسایی که حالا خارجی ان میگن کاش ما از شغل جونیور شروع کرده بودیم، 6 ماه جونیور کار کرده بودیم بعدش اپلای می‌کردیم برای جاب سینیور. یعنی شدنیه این داستانه که مثلا 6 ماه جونیور کار کنن، چون اونقدر حقوق مثلا اینجوری نیست مثلا ما 2000 پوند اضافه تر میگیرم نیست، نه مثلا ما 400 پوند اضافه تر میگیرم و نمیارزه، آدم آتش ولقاش میبخشه. دقیقاً هم خلاصه از مسیر حالا متخصصا بود که به نظر میاد تو هر دو تا کشور دو تا مسیر شدنیه، امکانش داره، اونقدر چالش خیلی وحشتناکی نیست و همه میتونن انجام بدن. دقیقاً. من کامنت رو یه لحظه باز میکنم، خیلی خیلی سوالا نرسیم جواب. آره درباره حالا یه مقدار مسائل جانبی از رزیدنتی و اینها رو حالا میشه بعداً. آره یه سوال سریع یک نوشته، خیلی سوال قشنگیه که پزشکی عمومی در اروپا مورد تایید هست، در انگلیس و آلمان هست الان در حال حاضر. آلمان که فکر می‌کنم بمونه فعلا، ولی انگلیس از سالی که UKMLA دیگه برگزار میشه همه باید این امتحانو بدن. در شما هر جا فارغ التحصیل شده باشین هم باز باید این امتحانو بدین، تفاوتی نداره. ولی اینجا اینجوریه که اگر شما تو اتحادیه اروپا درس خونده باشین، یعنی دیگه فقط امتحان فاخ رو میدین، زبان تخصصی آلمانی، دیگه امتحان دوم رو ندارید و سریع وارد کار میشید. ولی خب اگر خارج از اتحادیه اروپا باشید که مثل کسی هست که از ایران اومده.
خیلی هم سوال داره میاد و اینا، ولی واقعا آره دیگه بخش من دقیقا. و این هم بگیم که حالا چه انگلستان درس خونده باشیم چه حالا آلمان، برای بعد از اینکه درسمون تموم شد فکر میکنم دوباره امکان کار توی خود اروپا برامون فراهم بشه و استرالیا رو بتونیم داشته باشیم و حالا کشورهای عربی رو که میدونم که خیلی راحت میرن، ولی حداقل من برای آلمان میدونم که دوباره آمریکا و کانادا کاملا قفله، یعنی دوباره همون پروسه‌ای که بخوایم از اول شروع کنیم و کاراشو پیش ببریم. ولی غیر از این 2 کشور بقیه جاها امکان کار هستش. حالا من میدونم که انگلیس همونه که گفتی، تقریبا برای انگلیس هم همونه، کل اروپا میشه کار کرد، استرالیا میشه کار کرد، آمریکا قفله. آمریکا که کلا قفله، یعنی همه بعد US ملی برن هر کار میخوان بکنن. کانادا قفل نیست، شما میتونین امتحانا رو بدین و کار کنین و خب دیگه امتحانا رو بدین، یعنی ولی خب تخصص شما مورد قبول هست، اینجوری که نیست. یه جاهایی هم هستن توی کانادا من شنیدم، حالا من مطمئن نیستم اصلا راجع به این قضیه، که یعنی پزشکی که فقط GMC رجیستر باشه، 1-2 سال کار کرده باشه میتونه بره کار کنه، ولی توی مثلا نمیدونم ساسکاچوان شاید یا جاهای تو هالیفکس بدونم یه جاهای اینجوری خیلی من مطمئن نیستم. آره من اصلا مطمئن نیستم که چجوریه. یه سوالی که اینجا کردن که بعد از با فامیلی مدیسین میشه کار زیبایی کرد، من برای آلمان در کار زیبایی بگم، با اینکه آلمان شما اجازه یعنی به عنوان GP کار کردن نداره، چون اینجا خب GP یک تخصص هستش باید داشته باشید، ولی کار زیبایی رو شما فردای روزی که اپروباسیون دارید اجازه این دارید که مطب زیبایی بزنید و کار زیبایی کنید. اگر مشتری قبول کنه که بیاد اینجا، مرسومه که کسایی که جراحی پلاستیک خوندن بیشتر کار زیبایی و بوتاکس و فیلر و اینا میکنن، یا کسایی که پوست خوندن. ولی الان به خاطر اینکه خیلی داره تعداد مراجعه کننده‌های زیبایی توی آلمان زیاد میشه، بسیار بسیار داره بیشتر میشه، از اون حالتی که آدم میگه اینا فقط دنبال کارهای نشال هستن، اصلا دیگه به نظر اینجوری نیست. و من دارم میبینم تو همه شهرها خیلی هستن جوونایی که تازه فارغ التحصیل شدن، اپروباسیون گرفتن و مدرکشون و مطب میزنن برای کار زیبایی و موفق هم هستن. یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که شما حتما باید تخصص داشته باشید که کار زیبایی انجام بدید، بعد از اپروباسیون شما خیلی راحت میتونید وارد کار زیبایی بشید. ولی اینجا بیشتر جراحی پلاستیک و پوست و گوش حلق و بینی هستن که کار زیبایی میکنن. تو انگلیس همه میتونن کار زیبایی کنن مادامی که یک دوره بگذرن، یعنی آرایشگاه سرکوچه ما قشنگ میتونن انجام بدن مادامی که حالا یکم تازه داره اوضاع بهتر میشه، یعنی رگولیشن تازه این دوره اضافه شده، یعنی قبلا حتی دوره هم لازم نبود بگذرن و همه میتونن انجام بدن، همه مطب میتونن بزنن. فقط داستانی که وجود داره، شما اگه میخواین کار زیبایی بکنین باید اجازه کار داشته باشین قاعدتاً، و اگر پزشکی هستین که ویزا نیاز دارین برای اینکه تو انگلیس باشین، در نتیجه عملا نمیتونین خودتون مطب بزنین مگر اینکه روی ویزای حالا مدل دیگه باشین، روی ویزای فامیلی باشین، ویزای دیپندنت باشین یا جور دیگه، در خب میشه مطب زد و این کارا. خب خداحافظی کنیم یا اینکه جواب بدیم سوال چجوریه؟ نمیدونم چون خیلی سوالا یه سریاش که هست که مثلا اینکه پلو رو توی اینترنت، فقط اینو جواب بدیم که پرش خیلی زیادی وجود داره بعد از پایان تخصص از نظر حقوقی، چون چیزی که خب داریم می‌بینیم حقوقا خیلی فرق می‌کنه توی انگلستان به عنوان کسی که خب رزیدنته یا اینکه بعد متخصص میشه، چه جوری هستش این شرایط حقوقی؟ ببین شما حساب کن که مثلا منی که الان استیوان هستم، من حقوقم 40,000 تا باشه در سال، اگه کانسالتنت بشم 80,000 تا. خب و چجوریه بعد ادامه بیشتر میشه اینجوری؟ آره بعد که کانسالتنت باشی خب هر سال اضافه تر میشه دیگه، ولی خب کلا چون انگلیس داره به یک سمتی میره که حالا یکم دارن سیستم پرایوت هم یکم علاقه‌مندتر میشن، چون که حالا NHS داره یکم فیل میکنه توی زمینه‌ای، واسه همین پرایوت هم میشه کار کرد. اینجا هم همینجوریه، شما تو رزیدنتی بین 40 تا 70-80 هزار تا تقریبا تو سال درآمدتونه و بعد از اینکه تموم شد ممکنه رو همین موضوع بمونید اگر تو سیستم بیمارستانی بمونید و وقتی که اوبارس یعنی پزشک ارشد بتونید بشید یا حالا مثلا عنوان‌های اینجوری اگه تو بیمارستان بگید حقوقتون میتونه خیلی بالاتر بره، دقیقاً تا 100 120 140 هزار تا. و اگر وارد سیستم مطب بشید که خب الان اینجا زیاد هست و کاملا سیستم جداه، مثل ایران نیست که نفر صبح مطب بعد میاد مثلا یعنی صبح بیمارستان بعد میاد مطب، اینجا کاملا جداه. خب سیستم مطب خیلی وابسته به اینکه شما چه مطبی دارید، تو چه رشته کار میکنید، حقوقتون متفاوته. ولی یه چیز دقیقاً میشه گفتش که مثل پایان سال آخر رزیدنتی با کسی که رزیدنتش تموم شده تقریبا اینجا یکیه، مگر اینکه خب عنوان بالاتر رو گرفته. شرط سنی
هم که الان میگید تقریبا میتونم بگم شرط سنی وجود نداره اینجا، برای اینکه مثلا میگم محدودیت سنی وجود داره، ولی خب مطمئنا یه آدمی که سنش بالاتر میره رو خیلی شاید دوست نداشته باشن تو بیمارستان بگیرن، یه جاهایی هم شاید دوست داشته باشن بگیرن اگه خیلی تجربه خوبی داشته باشه، ولی خب هرچی میره بالاتر به خاطر اینکه شرایط بیمه‌های بازنشستگی و این مسائل براشون پیش میاد، خب خیلی مایل نیستن که کسی که مثلا 50 سالشه رو بگیرن. انگلیس اینم اونقدر سنی نداره. سن بازنشستگی چقدر هست داخل انگلیس؟ فکر کنم 65 یا 70. باور میشه، یعنی مطمئن نیستم. خب پس خیلی اینجا هم 67 سالگیه، ولی خب حالا تا 64 برسه، ولی 67 سالگیه. اینم 65 الان گوگل کردم نگاه. خب الان دیگه سوالا فکر کنم دیگه خیلی زیاده، ما دیگه بیش 1 ساعت و نیم شد که آره دیگه 1 ساعت فکر کنم شده. من یه 2 تا فلاس چای خوردم در فکر کنم تا یه جایی تونستیم بحث رو روشن کنیم برای هر دو تا مسیر. برای خودم هم که خیلی خوب بود، فکر کنم برای بقیه دوستانم حداقل تا یه جای مسیر روشن شدش. بقیه سوالات رو حالا میشه که بپرسن و حالا جدا جواب بدیم برای هر کدوم از مسیرها جدا. آره حتما. خیلی ممنون. دیتیل و اینا رو حتما به نظرم که حالا من که فکر نمی‌کنم تو این 1 ماه آینده هیچ فعالیت خاصی تو پیجم داشته باشم، ولی دیتیل ها رو مثلا کنم ویدیو بیشتر بزنم واقعا. ولی خب شما خیلی ویدیو دارید، درسته خیلی ویدیو داره تو پیجش رو، نمیدونم توضیح خیلی داده، خیلی باشه. خب بعد توضیح داده، حتما همونجا نگاه کنیم که به درد خیلی عالی. بعد لایو هم گفتن اگه میشه سیو کنیم که فکر کنم حتما سیو میکنم. الان سیو میکنم. خب خیلی عالی. شب خیلی خوبی داشته باشین همگی. ممنون از همه که اومدن. ممنون از تو درست جون. مرسی. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.